عزیز. دوستان، برای پیشرفت کاری ما ابونه شدن را و لایک گذاشتن را فراموش نسازید. این همه زحمت ها به خاطر شماست. برای زحمت های ما را قدر کردنتان از شما سپاسگزاریم. تشکر برای توجهتان. салом дӯстони азиз, ба шабакаи аслии мо дар ютуб бо номи умедҷон HD обуна шавед ва филмҳои наву ҷолибро бо сифати баланд ва бо шакли пурра тамошо кунед. дастгирии шумо пешравии мо. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. умедҷон HD ҳамеша бо шумост азизон. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش وطنی جان به پیش همیشه به پیش ملکی جانان به پیش همیشه به پیش معلوم است حال کجا بودی؟ این آمدم دیگه اما باید یک بار بانک برم که زیاد کار دارم دختر. تو طرفم لق لق سایل نکو، با منی به کارهای توجه کو. حالا زود باشین رو جمع کو، عجله کو. خوش آمدین. خوش باشی. او زن کجاست؟ منظورتان کی است؟ من نفهمیدم. همون که نامش عایشه است. او کجاست؟ خاله عایشه را میگه. امروز رخصتی گرفتن. فلسفه نگو، هر قسم شبه پیدایش میکنم. چی گپ شده؟ میشه برام بگوین که چرا خاله عایشه را میپالین؟ راستی شما دفعه قبل هم اینجا آمده بودین همتون نیست؟ زحل ببخشید میشه حساب ما را بیارید؟ بله حتما. سالی زود حرکت کو به خانه عایشه میریم. درست اساسی مادر. زحل برش راه را نشان بده. خوش آمدین. خوش باشی. ها قطار آمدن؟ بله امرش گپ زدم. کدام مشکل خوب پیش نامدنه؟ نه خیر، همه چیز برشان گفتم، اونم قبول کردن. سرش اوراقم امضا کردم، همیال به اتاق میماندم. بگی. زنده باشی، با زحمت شدی. خواهش میکنم، مشکلی نیست. بله استاد. جدی میگین؟ راست میگین؟ بسیار خوش شدم استاد. پس کی پرداخته؟ فهمیدم. زنده باشه. وقتی که پیشتان آمده باز گپ میزنیم. خیرت باشه.
فکر کنم خبر خوش برات داد. بله، استادم که دفنتونه زنگ زده بود. یک دوست خیرخواهیم برام بورسیه میته. راست میگی؟ بسیار خوش شدم. پس چشمایت روشن. یعنی به زودی به لندن میری و خیر؟ بله، بالاخره با روزم خاط رسیدم. تبریک باشه. به خاطر شما زیاد خوش شدم. تشکر میکنم. پس بورس براتون کی روان کرده؟ استادتون چیزی نگفت؟ اون نفر نخواسته کسی از این موضوع بفهمه. بیادمی شرطش بوده. خیر از جانم، مهم نیست که کی است. اوه خدای من، کم بود فراموش کنم. من شب امرا با خواهر بیادرم یک جا مهمان هستم. اگه اجازه تان باشه کمی وقتتر میرم. البته که بیازم هم کدام کار نداریم، چند لحظه بعد میریم. زنده باشین. روز خوش. حالا سر رایم پس خود شدی از ما. بالاخره ازت نجات پیدا میکنم. عمر بالاخره از من خود شد. چطور؟ خواهر کجا بودی؟ مرا چقدر منتظر موندی؟ ساعت یک بار ببین. اوه فامیالا اجازه گرفتم برآمدم. بیا که بریم. نشانی خانه را گرفتی؟ بله گرفتم. خواهرم پیام مانده بود. پس بیا که بریم. شاید خالایشا وقت اونجا رفته باشن. بریم کم از غذاشون لذت ببریم. لطفاً آقا جدو بفرمایین. بریم دیگه. دیگه خلاص سیزه هست. اگه آسیا مادر سر چنار فشار بیاره بازو احمق کل چیز خواد گفت. اگه آسیا مادر از گپ قدرت خبر شوه مرا میکشه. آهای قدرت، باز قدرت از دست خواد دادم. من 20 سال به خاطر اینا صبر کردم. هر شب وسایلتان از بکسم میکشیدم. دانه دانه از دستم میگرفتم دعا میکردم به خاطر که یک بار چهره‌تان ببینم. پیش خداوند دعا میکردم که یک بار صدایتان بشنوم. من تنها همیشه داشتم عکستان. هر شب پیش از خواب عکستان میدیدم دخترم. صبح نامتان گرفته بیدار میشدم. پروردگار بالاخره دعای مرا قبول کرد. با امید خدا امشب به تمام اولادم میرسم. بعد از او هر جایی که برم جنت خود بود. همه جای برم سرسبز خود بود. حتی اگه بمرم هم غمی ندارم. نه خیر مادر، نباید بماری. شاید لحظه باشه که اولادتان شما را تبخل بگیره. مادر گفتنشانه بشنوی. از این به بعد زیر یک چتر می باشی. سر یک دسترخوان نان می خوری. یک هوا را تنفس می کنی. با هم یک جا مزی راحتی را می کشیم.
امشب کل گپ خلاص میشم مادر. شاید اسما و چتن کمی به مشکل قبول کنن، شاید باور کردنشون کمی وقت بگیره، اما هر قسمی که میشه بالاخره اونا خود فهمیدن که تو بیگانه هستی. اسما و چتن چند لحظه بعد اینجا میه. امیدت از دست ندی، اونا حتما قبول خود کردن مادر جان. اسما تو مطمئن هستی که نشانی را درست گرفتی؟ ببین قسم معلوم میشه که ما را گم کرده باشیم. این خودت هم یک بار ببین نشانی هم اینجا را گفته. توبه اوه ببین چطور او کوچک برد گفته بودم که من غلط نمیکنم. بیا حالا پورکا ای میخوای سر مگب بزنم. حالا زود باش بیا که بریم، اما بسیار مانده شدیم. زود باش حالا. چرا نمیرسیم؟ خانه او کجاست ساله؟ بسیار کم مانده آسیا مادر، از اینجا که دور خوردیم میرسیم. حالا کمی زودتر برو، من حوصله ندارم. زود باش. وقتی که اسما و چتن میزه ببینن باز حیران میمانن. چیزی که دوست دارن آماده شده. خداوند ما را به مراد ما میرسانه دختریم. چرا تا حال نامدن؟ نکی اسما نشانی را اشتباه کردم. می فکر نکنم، اگر نی حتما برم زنگ میزد. این آمدن. آرام باش. حالا بیا با هم یک جا دروازه را باز کنیم. مادر کلان اینجا چی میکنی؟ سحر حالا برو در موتر بالا شو. مادر کلان خواهش میکنم لطفا اول گوش کن. برات گفتم که در موتر بالا شو. سحر حالا دخترم بیا. فقط گرفتن جان راستم برات بس نبوده که حالا دستای خون پرت سر نواسایم هم دراز میکنی ها؟ ایلاکو سحر ایتو نکن مادر کلان، دیگه حق نداری سر مادرم تهمت کنی. تو صدایت بلند نکن سر، درباره چیزی که نمیفهمی هیچ گپ نزن. راست میگی، من نمیفهمیدم. تا قدر سال از زنده بودن مادرم بیخبر بودم. برای ما دروغ گفتی مادرتان مرده، گفتی که او قاتل پدرتان است. هر چیزی که گفتیم راست گفتیم، هر چیزی که گفتیم به خاطر خوبی شما گفتیم. سحر قهر چشمت کور کرده، اما تا همینجا بود دیگه خلاص شد. چند لحظه بعد خواهر بیادرم هم کنه چیز خود فهمیده. مادری را که 20 سال پیش فکر میکردن مرده، وقتی بفهمن زنده است باز چی خود گفتن؟ بس دیگه سحر چوب باش گفتم. دیگه چوب بودن نمیتونم مادر کلان. مادرم ما و بیادرم و خواهرم همیشه خاموش بودیم، از این بعد خاموش نمیباشیم. در مورد حقایق گپ خود زدیم. ما خیلی نفهمیدم خالایشه چرا ما رو به نان شب دعوت کرده؟ هنوز خوب دختر، حتما کدام چیز مزه‌دار پخته میکنه. خالایشه را بسیار دوست دارم. اونو زندگی مرا نجات دادن، بسیار فداکاری کردن. بیازو بسیار دیر کردیم خواهر، باید وقت اونجا میرسیدیم. چطور این کوچه شما را نداره؟ اسما برام نگویی که راه غلط کرده باشی ها؟ میبخشین میشه یک چیز ازتان بپرسم؟ کوچه هلامور هم اینجاست؟ کوچه هلامور کم دگام پیشتر است. زنده باشین، بسیار زیاد تشکر. معلومه شراره غلط کردم. چطور؟ حالا دیگه حالا شما یک مادر هستین مادر کلام. ما قدر سال بدون مادر زندگی کردیم، بیازو جزایی نکردی، خودت از زندان دیده. حالا بانین تا بگناهی خودت ثابت بسازه. اجازه بده تا تصمیم بگیره که بگناه است یا نه. این مار هیچ وقت بگناه بوده نمیتونه. تو مداخله نکن سحر، اینجا بیا. اینقدر زود زهر تپاش دادی؟
اول از سحر شروع کردی، همه تو نیست؟ یک قسم نگو مادر. مرا مادر نگو. اشتباه از من. باید از روز اول سرت رحم نمیکردم چنار. بس است. ما راستم از بین نبردیم. خداوند شاید است که ما جان شوهر خدا نگرفتیم. 20 سال شد جزای کارایی را که نکردیم میبینم مادر. با دوری اولادایم سوخته با خاکستر شدم. بس از مادر، بس از. با دوری اولادت فقط تو سوختی و خاکستر شدی؟ ده اصل ما سوختم. ما تو مرا سوختاندی. جان بچه بیگناه ما گرفتی. مرا تو در حسرت دوری بچه ماندی. با گرفتن جان او جان مرا میگرفتی. حالا که ما با نبود بچه میسوزم. تو میخوایی با اولادهایت برسی همه درست ها؟ ایلایم کو سحر با اینا میخوایی دل نواسای ما به دست بیاری؟ برشان میگی با دستایی که پدرتان کشتم اینا را آماده کردیم همه تو میگی؟ مادرم قاتل نیست مادر کلان. نقدلشو بگردن نگی. بسه تو رست ده اصل اینا ناقصد. با سیر کردن شکمشان درداشان فراموش خود کردن ها؟ قسم نکن مادر. نکنم ها؟ میخوایی دردایشان از یادشان ببری؟ با یک دخ فکر کردی آتش دلشان خاموش خواهد شد؟ مادر کلان ما با بیگناهی مادرم باور دارم. لطفا قسم نکن. من منصرف نمیشم سحر. آرام نمیشم. گفتم آرام نمیشم سحر. اشتباه شد. تو همه ما را سوختاندی چنان. تو زندگی ما را تباه و برباد کردی. جان راستم ما گرفتی. حالا آمدی میخوایی که نواسای مردم بگیری؟ طرف ما بیبی برات اجازه نمیدم. گپ ما شنیدی؟ تا وقتی که من زنده هستم تو هیچ وقت به اولادت نخواد رسیدی. آی چطور ما فراموش کردم. چی شده؟ چی رو فراموش کردی؟ ما خانه خالایشم میریم. یعنی دست خالی بریم؟ کاشگان چیزی میگرفتیم. او خدا راست است اما تو هنوز ماش نگرفتیم. پیش ما خب پول است. ببین کمی پایینتر یک شینی فروشی است ما دیدیم. بریم از اونجا یک چیزی بگیریم. خب درست است پس بیا. کاسه صبرم لبریز شده. دیگه برم صبر نمانده. شما هر چیزی که میگین بگوین. ما این گپا دیگه خلاص میکنم. پیش اولادم رفته کل چیزا برشان میگم. با گپت باور خود کده؟ وقت با دستای باز بری و بخوای دا آغوش بگیریشان. مادر گفته دویده تو را در بغل خود گرفتن. سحر باور داره که ما بیگناستم. البته کنم باور میکنن. مادر کلان لطفا از این بیشتر ما را اذیت نکن. مادرم بیگناه است. با این زن احمق مادر نگو سحر. اما کسی هم میگی مادرم است. میفهمی با هر بار مادر گفتنت به این زن پدرت زیر خاک چقدر به عذاب میشه؟ سحر بیبی با این زن خوب بیبی. این زن پدرت کشته دخترم. این زن بیگناه نیست. پس ازش طرفداری نکن. حالا از اینجا برو. چطور؟ خدا کنه خالای شکل چرا خوش کنه؟ حتما خوش میکنه، چرا خوش نکنه؟ در ضمن اگه کسی نخورد من خود خوردم. تو تشویش اینا رو نکن. اما متوجه باشی کلش نخوری. چطور درسته؟ تشویش نکن خواهر، هیچ چیز نمیشه. وقت دست پخت خالای رو بخوریم اونا بسیار خوش میشن. در ضمن میخوایم یک چیز برات بگویم. خانم کاکایم دروغ میگن. خالای قربونا نمیشه. این گپ دیگه از کجا شد؟ چون در قوم خیش خانم کاکایم یک زن مهربانا با تقوا پیدا نمیشه. چرا خنده میکنی؟ یک روز خود فهمیدی که خالایش کی است. الان دیگه چطور بریم؟ از اینجا میریم سحر. من هیچ جایی نمیرم. سحر گپ مرا خوشونیدی. مادرم تنها مانده هیچ جایی نمیرم. دیگه نمیتونی زورتن بالای ما بقبولانی. سحر دختر مرا غرض نگیرین.
قراره که سرمداری سری خالی کردن نمیتونین. تو بشکی از کی دفاع میکنی؟ وقتی که طفل بودن تو کجا بودی ها؟ دو شبای تاریک و ترسناک که برات نیاز داشتن تو کجا بودی؟ زحل سحر همراهت از اینجا ببر. سحر حالا دخترم حالا بیا که بریم. نخیر خانم کوکا من هلا کو. عزت نکو سحر. اگر نیایی موضوع کلان میشه نمیبینی؟ دخترم برو. بله از خدا برو. من خوب هستم. حالا دخترم. به بار آخر اختار میتمن. از نواسایم دور میباشی فهمیدی؟ از اینجا رنگت گم میکنی. اگر نه باز سر دل نمیسوزانم. کاری که 20 سال پیش نکده بودم انجام میدم. با دستای خود میکشم جنان. حرکت کن. یعنی اینا کجاستن؟ دروازه رو غلط نکردیم؟ نه اینجا. خب پس یک بار زنگ بزن. خالایشا اوه خدایا چرا باز نمیکنن؟ دیگه کدام مشکل پیش شده؟ چی مشکل بوده میتونه؟ ما چی بفهم خواهر یک دفعه سحر زنگ بزن. خالایشا خواهر مرا ببخشید به خاطر که دروازه را باز نکردم. مادرتان ببخشید. برام اجازه نمیدن. نمیخواین که به شما برسم. تو به خدایا اینا کجا رفتن؟ او را فهمیدم خواهر. زود باش به سحر زنگ بزن که او چی شده.
بله اسما. خواهر شما کجاستین؟ ما پشت دروازه هستیم. برای خالای کدام کار عاجل پیدا شد، از این خاطر امروز نشد. خب وقتی گپ بود نمیشد که یک بار بر ما خبر میدادی؟ ماما میاله برتان زنگ میزدم. میبخشی جان؟ موبایل به ما بده. بله اسما. بله مادر کلان جان، شما با مولاتیا نرفته بودین؟ نه خیر دختر منصرف شدم، چون یک گپ بسیار مهم است. باید با هم 6 تا در موردش گپ بزنیم. بیادرتام گرفته همیال به خانه بیاین، چون منتظرتان هستم. خیرت باشه مادر. امرای اولادات مورد چی گپ میزنین؟ حالی که میخواه بیادر و خواهرش کل چیزا بفهمه. باز وقتی که حقیقت از زبان ما بشنون میبینم قاتل نبودن مادرشانه چطور این کار خود کردن. چی شده؟ مادر کلانو نرفته؟ نه نرفته. ما به طورم پیش خود خواسته که گپ بزنه چطور. یعنی میخواین چی بگوین؟ مام نمیفهمم. پس بیا که بریم منتظر نمانم. اولادای قدر برم نزدیک بودین که دستم برتان میرسید، اما بازم مثل رویا برم باقی ماند. من از چیز شکایت نمی کنم خدایا، اما برم دیگه قوت و حوصله نمانده که مقاومت کنم. این درد دوری اولاده ما دیگه چقدر تحمل کنم. لطفا همراهیم کمک کن، مرا یک قسم تنها نمان. مادر جان بتید سایتان رو ببوسم. فیدان میز آماده کنین و نانم تیار کنین. وقتی که چتن و اسما آمدن مرا خبر کنین. من در اتاق خود می باشم. درست است آسیا مادر. چی شد؟ چی شود ترگوت؟ از دست زده ای دختر گپ دگام خراب شد. پس چی میکردم؟ با وجود فهمیدن بیگناهی مادرم به گپای مادر کلانم گوش میکردم. از فکرت هیچ کار نمیگیری سحر؟ کم حوصله میکردی، کم دگام صبر میکردی. حالا ببینیم که چه قسم حلش میکنی. گفتم چی شد؟ چرا آدم واری برام جواب نمیتین؟ میخواستی چی شود ترگوت؟ آسیا مادر میخواه که اولادا مادر خدا بشناسن. هر چیزی که میشه شب. من دیگه حوصله نمیتونم. چی وضعیت است؟ هنوزم نان تیار نشده؟ ما بسیار گوش نشدیم. راسمه زندگی راسم ترکی از پیشم گرفت. چراغ زندگی ما را کدام به وجدان خاموش کرد. کاشی عکس گپ زده میتونست. کاشی جمعی آمدی و میگفتی که خانم بیگناست. با آسیا مادر میگفتی که من بیگناستم. باز وقت هیچ مشکلی نخواد داشتیم. براحتی نفس میکشیدم. امانتای تو را به هیچ کسی نخواد دادم. امانتای تو را به او مار نخواد دادم بچه. پس تو هیچ تشویش نکن. هنوز من زنده هستم.
امانتای تو از خود ساید دارن. اونا آمدن آسیا مادر. درست از دخترم همیال میایم. خیریت باشه. مادر کلام چرا رفتن منصرف شد؟ نیکی کدام مشکل است ها؟ راستشی که مادر کلانم از رفتنشان پشیمان شده. باز حتما کدام گپ خواه است. ای چی وضعیت است؟ چرا چیزی نمیگین؟ فیدان نانا تقسیم که دخترم. مادر کلان خیریت باشه. میخواستین کدام چیزی برای ما بگویین؟ یک گپ مهم است که باید کلتان ازش خبر شوین. خدایا پیش تو زر میکنم. سهرم باور کرد چطور اسمان باور کنن. بفهمن که مادرشان قاتل پدرشان نیست تا درد اونو هم دیگه درمان شوه. این حسرت دیگه خلاص شوه. خدایا مرا بیشتر از این به دوری اولادم امتحان نکنه. دیگه در وجود طاقت نمانده. همراهیم کمک و پروردگارم. کلتانی را میفهمین که شما را چقدر دوست دارم. یک روز اگر نصیب شوه انشالله کلتان صاحب فرزند و اولاد میشین. باز وقت مرا خوبتر درک خواد کردین. خداوند هیچ وقت سایتان از سر ما کم نکنه. شما نور چشم ما هستین مادر کلان جان. قدرت جان لطفاً ازم خفه نشو. کلتان پیش ما با ارزش و نور چشم ما تو جیگرم هستین اولادا. اما به خاطر تو به اندازه اولادای کاکای تشویش نمی کنم. چون تو از خود پدر و مادر داری. شکر. اما شما همه تا حالا بدون پدر و مادر کلان شدین اولادا. شما همه امانت بچه کلانم راسم هستین اولادا. از جان بچه محافظت کردن نتونستم، اما به خاطر محافظت شما حتی جان خودم خواد دادم اولادا. هر کسی که بخواه به شما ضرر برسانه ما در مقابلش ایستادگی خواد کردم. تا آخر عمر، تا آخرین نفسایم به هیچ کسی اجازه نمیتم تا شما را جگر خون بسازم. اما زمانه بسیار بیرحم است. بیاز و عمر ما هم کم کم به آخر رسیده. خدا نکنه مادر کلان، لطفا این قسم گپا نگویین. خداوند عمرتان دراز کنه انشاءالله. اینقدر سال شما یتیم بودین. به خاطر پر کردن جای مادر و پدرتان هر چیزی که از دستم میامد با جان و دل انجام دادم. اما این را میفهمیدم که یک بال شما همه شکسته بوده. خداوند شما راضی باشه مادر کلان. بالای ما زیاد حق دارین. هیچ وقت حقتان ادا کردن نمیتونین. زنده باشی دخترم. بازم جای پدر و مادر جدا می باشه. هر قدر محبت کنم جای اونا را گرفته نمیتونم. شاید یگان وقت بگوین که کاش مادر و پدرم همراه ما می بودن. پیش تو زر میکنم من از اولادم دور نساز. با تو خوشبوی اونا را حس کنم. من نمیخوایم که فقط با یاداشان زندگی کنم. اولادم باید بفهمن که من به خاطر اونا 20 سال درد و رنج تحمل کردم. بیگناهی ما برشان ثابت بساز. ما قسم یک مادر نمیخوایم. کسی که اولاد خدا یتیم کنه مادر گفته نمیشه.
همی که امرمون نیست خدا جزایش داده. ما چرا در مورد او گپ میزنیم؟ چرا دردای سابقه به یاد ما میارین؟ شما خب فعلا یک قسم میگن چون گپ زدن از پشت انسان مرده بسیار آسان است. اگر دفتن از یک جای برآمده بیاید با جان سالم پیش رویتان استاد شود، از شما معذرت بخواه باز شاید یک قسم نگوین، حتی شاید مادرتان با آغوش بگیرین. اولادا خدا را شکر که زنده نیست. اگر نی خودم او را از بین میبردم. به خاطر او زن به احساس حاضر بودم خودم قاتل شوم. بجای ازی که به قاتل پدرم آغوش خدا باز کنیم بهتر از بمیریم. او زن فقط یه خوبی امرای ما کده که ما را ترک کده و امرای ما نیست. خب دیگه جانم، حال ناخدا جیگر خون نسازید، نان سرد شده میره. تا بیشتر میگفتی که برشان میگم. اگر ممانعت نمیشدم بازی گپا را میشونیدی جانم. اگر میگی بازم برشان بگو. ای بار مانعت نخواد شدم. خواهر ممرش گپ میزنم. چی؟ وقتی در مورد مادرتان گپ زده میشه وضعیتش خراب میشه. سهر من خوب میفهمم که میخوایی چی کنی اما موفق نمیشی. مادر ما را از این بیشتر از ما دور کردن نمیتونی. وقتی که او زن مادر میگی وجدانت هیچ اذیت نمیشه؟ پدرت هیچ دفعه فکرت نمیآید سهر؟ مادر ما بیگناه است. مادر ما او نکشته. اینقدر سال با دروغات ما را فریب دادی. اما من حال حقیقت میفهمم. هر چیزی که میکنی بکن ما نیمه شده نمیتونی. نواسای مازم گرفته نمیتونی چنار. اگر ne زندگی را سرت haram خود کدم. Şimdi ayrıldık, özledim seni. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerindeki o tebessümü görmek için ben yıllarca beklerim. Seni kalbime gizledim durdum. Senden asla vazgeçmedim. Hep bekledim durdum. Hep bekledim durdum. Hep bekledim durdum. مادر هر کس هر چیزی که میگه بگویم مهم نیست. تو جان هیچ کس را نگرفتی. خداوند میره میفهمه. امی کافی است. تو آسیا مادر را نمیشناسی. او هیچ وقت نفرتی که در مقابلم داره کم نخواهد شد، چون او لحظه هیچ وقت از چشمایشان دور نمیشه. ده 20 سال دیگم نفرتش زیاد شده. هر چیزی که میشه شوه. اونا مادر هستن. قلب اونا مسنگ ساخته نشده.
شما از یکی دیگه تان چی فرق دارین؟ حتما یک روز حقیقت میفهمم. آی خواهر جان، آسیا مادر نه مرا مادر فکر میکنه و نه انسان. به نظر اونا ما کسی هستم که حق زندگی کردن ندارم. از دستش بیایی حتی جان مرا میگیره. اقدر هم نه دیگه جانم، فقط اقدر آسان باشه. دادم بعد از باور کردن اولادت خوشی چی کار است دیگه ها؟ مادر سهره دختره جگر خون نباش، یک روز حتما یه مشکلات خلاص میشه. بالاخره با همی حجا میشیم. چی وقت دختره؟ به خاطر داغوش گرفتن اولادم دیگه چقدر صبر کنم؟ دیگه چقدر ده حسرتشان بسوزم؟ ما برات وعده میتم مادر. اسما و چتن به زودی خود فهمیدن که تو مادر ما هستی. اونا مثل ما به بیگناهی تو باور خود کردن. درد و رنج 20 ساله را با هم تحمل خود کردن. فقط باید کم دگام صبر کنیم. صبرم از خود اندازه داره دختره. اگر سنگام می بودم از بین می رفتم. خدای خودت برم صبر بده، به خاطر تحمل کردن برم قوت بده. اگر دفتن از یک جای پیدا شوا و بیاید با جان سالم پیش رویتان استاد شود، از شما مزرد بخواید، باز شاید این قسم نگوی، حتی شاید مادرتون رو با آغوش بگیرین اولادا. کاکا بگو بچیم. شب گذشته مادر کلانم چرا موضوع مادرم رو باز کردن؟ ما چی بفهمم بچیم؟ حتما هم تو به فکرشان آمده. آدم هر قدر پیر شوه گذشته را زیادیات میکنه. بی از اون مادر ما در اولاد هیچ وقت فراموش کردن نتونسته. حتما خواسته همراه شما درد دل کنه. ما دیگه نمیخوایم حتی ناموزن گرفته شوه کاکا. حتی با شنیدن نامش اعصابم خراب میشه. او ما را یتیم کرد کاکا. تا حالا که یتیم هستیم فقط به خاطر او است. خوب شد که او مرد. اگر نه بدون فکر کردن خودم او را از بین میبردم. ما یه اوراق کجا ماندیم؟ اینجا هم نیست. شاید کدام جای اسم مانده باشه. یک برو طرف را بی عمر. دا بین کدام دوسیه دیگه نمونده باشه. خسته نباشین، معذرت میخوایم ناوقت کردم. مهم نیست. خسته به نظر میرسین، خیرت باشه. کدام مشکل خو نیست انشالله؟ نه خیر، کمی خسته استم. میفهمم به خاطر رفتن به لندن هیجانی هستی. مام که با جایت میبودم هم قسم میکردم. آقا طارق زنگ زده. برش بگو که مشکلی نیست. بله آقا طارق. بله دوستی آماده است، تشویش نکنین. گفتین مشکل ندارین، همایش خوب به نظر نمیرسین اسمو. نه خیر مشکلی نیست، فقط خسته استم. روز بخیر، میخوایم امروی آقا عمر ملاقات کنم. بطول پکچی هستم. خوش آمدین. ما عمر یالماز هستم. در موبایل برام گفتین که وقت دارم. مام دمی نزدیکا بودم، خواستم آمدم امرویتون گپ بزنم. کار خوبه کردید. بفرمایین به اتاق. صبح بخیر مادر. صبح بخیر جانم. دیگه کجاست شده؟ نه خیر مادر جان، حتما بیدار شده. چطور نشده؟ فکر کنم جای رفته، من نمیفهمم. فیدان نمیشنوی؟ تو را صدا میکنم. اینجا هستم ینگه. آسیا مادر کجاست؟ در اتاقش است؟ نه خیر، وقت بیدار شده بود. عاجل از خانه برآمد رفت. گفت کار دارم. دایی گل صبح چی کار داشته؟ نمیفهمم ینگه، چیزی برام نگفت. مام نپرسیدم. فیدان خواهر میشه برام یک گلاس چای بیاری؟ این میبخشی، متوجه نشدم که تو هم اینجا هستی. صبر کن، همیاله برات میارم. دایی گل صبح کجا رفته باشه؟ خدا میفهمه باز در فکرش چی گپا گشته. شایدم پیش چنار رفته باشه. آسیا مادر، بالای چنار فشار آورده، از دهنش گپ خود گرفتی.
بالاخره برش خواد گفت که قدرت بچه او است. از قدرتم جدا شده نمیتونم. براتون اجازه نمیتونم او رزم بگیریم. هیچ کس بچه مازم گرفته نمیتونه، هیچ کس، نه تو و نه هم آسیا مادر. بفرمایید نوش جانتان. زنده باشی دخترم. کدام چیز دیگه میخواین؟ نه خیر. ای زن باز کجا گم شده؟ لطفاً جگر خون نباش. مادر تو برام چی وعده کرده بودی؟ نگفته بودی که جگر خون نمیباشی؟ میخواستم اینا را به اولادایم بدم دخترم. 20 سال اینا را پیشم نگاه کردم سحر. با اینا زندگی کردم. بیبی یکیش به صاحبش رسید. اسما و کتنم قبول میکنن. اینام صاحب خودت پیدا میکنه. این دختر جگر خون نساز چنار؟ صبر میکنم دخترم. مادر جان تو را هیچ وقت تنها نمیمونم. همه چیز با هم حل خواهد کردیم. این حالا دیگه با من اجازه بدین. اما باید به دکان برم. از دمت خواهی چیز ساختن نیست چنار. ما هم همراهت میم. بشی تو باید استراحت کنی. دیگه چقدر استراحت کنم؟ بیازو چند روز میشه که کار نکردیم. هیچ معلوم نیست که رئیس محصه میاد تو زنکه جان. وقت میگم نیا پاس نیا دیگه. زنده باشی. خدا ازت راضی باشه خواهر جان. از تو هم راضی باشه. خب به خدا سپردیم تو. بشین من بگانه نیستم. خودم میرم. در موبایلم براتان گفتم دیگه هیچ راهی برام باقی نمانده. همه چیز تمام شد. از سردار طلاق میگیرم آقا. مطمئن هستیم خانم بتول؟ بله مطمئن است. کاش در دلم یک ذره شک وجود می داشت اما نه خیر. من شوهرم بسیار دوست دارم اما او هیچ دوستم نداره. یعنی سردار مرا نمیخواه. نمیفهمم. شاید از اولم دوستم نداشت اما من نمیفهمیدم. میشه برام بگوین که چی شده؟ من همراه سردار 6 ماه پیش معرفی شدم. من وقت زیر تداوی دکتر بودم. سردار دکتر است. در همون شفاخانه که بستر بودم کار میکرد. در تمام مدت تداوی همیشه پیشم بود. مرا هیچ وقت تنها نمیماند. حتی سردار باعث شد که من از مرض سرطان نجات پیدا کنم. برام امید دوباره زندگی کردن نداد. به من توانایی بخشید. او وقت فهمیدم که از هم دیگه دور بودن نمیتونیم. بعدش عروسی کردیم اما دفعتاً کل چیز تغییر کرد. محبت سردار روز و روز کم شده میرفت. ازش نپرسیدین که چرا قسم میکنه ها؟ البته که پرسیدم اما نخواست گپ بزنه. همیشه تیر خودم می آورد. میفهمم اما اگه اجازه بدین همراه آقا سردار یک بار گپ بزنم. بیازو اگه بخوایم دعوای طلاق باز کنیم یک بار باید همراهش گپ بزنیم. خوش هستم که مردی و رفتی. شکر میکشم که هرگز به یادم نمیایی. اگر زنده میبودی ازت نفرت میکردم قاتل و هیچ وقت نمیتونستم امروز تو برای یک مادر قاتل زندگی کنم. او چی است؟
تو چی رو پاره میکنی؟ یک نفر در زندگی ما بود اما حالی ارزش خانوادی ما رو نداره. همراه شوهرتون گپ میزم، بعداً باز به شما خبر خود دادم. فکر نکنم چیز تغییر کنه، اما بازم بسیار زیاد تشکر. روزتان خوش خانما. روز خوش. روز خوش. آماده شو اسما، ما باید بریم. کجا؟ باید مشکل یک خانواده را حل کنیم. کار کردن خوب است، چون انسان از ذهنش نمیمانه با فکرهای خراب مصروف بسازه. کورتیم میگیره، ما میریم. از وقتتان لذت ببرین، چون این آخرین قضیه شما خود بود. وقت اسما را بلندر روان کنم، بین ما هیچ مانعی باقی نخواد مانده عمر جان. همیشه در کنارت خود بودم. تو حال کجا بوده نقدر؟ براتان زنگ زدم اما جواب ندادین. لوازم آورده بودن اما چون نبودین چیزی را پایین نکردن. درست است دخترم، ما برشان زنگ میزنم. تو برای حق تشویش میکنی. این کارت کفایت نکرد خانم آسیا. آمده که اینجا را خراب بسازی. قهوه تو هم نوشیدی، پس خواهش میکنم از اینجا زود برو. بجایی که قسم رویه کنی بیا اینجا بیشی که گپ بزنیم. به خاطر خراب کردن نه، به خاطر گپ زدن آمدیم. سوی موقع نیست که امرایت گپ بزنم. فهمیدی خانم آسیا؟ هرچی میخوایی واضحه برام بگو. حالا پس درست است. خوب به گپایم گوش کن. معلوم است که چنار درست نمیشناسی، فقط دلت برش سوخته و استخدامش کردی، برش کار دادی، اما هیچ کار خوبه نکردی دختره. تو نمیفهمی که او چه قسم یک مار است ها؟ او مار زهری آیسته آیسته زهر خودت تزریق خواد کرد. بعدنام ناگهان متوجه میشی که طرفدار او شدی. فهمیدی؟ من خوب بعد فرق کردن میتونم خانم. دیسون سال کسی مرا فریب داده نمیتونه. خدا را شکر عقل مام در جایش است. در دنیای کلان اینقدر زندگی کردیم که میفهمم خوب چی است و بد چی است. فهمیدی؟ من حتی بچه خدا با دستای خود دفن کردم، بالای جسدش خاک ریخته دفنش کردم. من به خاطر او زنی یعنی چنار بچه خدا به خاک سیاه سپردم. دخترم هوش کنی در مقابل من از او زن دفاع نکنی. اگه نمیخوایی برات مشکل جور شوه باز از او زن دور میباشی. روانش کو که از اینجا بره، پشتش ایلا کن، بانش که به حال خودش باشه. من 20 سال است که اینجا کار میکنم خانم آسیا. نفره از چشمایش میشناسم و او چنار را که شما بالایش تهمت ناحق کردین خدا را شکر خوب شناختیم. هر چیزی که بگویی فکر و تصمیم من تغییر نمیکنه، پس بهتر از خدا خسته نسازی و بار دیگه دم قابل من نیایی. صبر کن. خوب فکر کن. درست است 20 سال میشه که اینجا کار میکنی، اما تا جایی که میبینم نه پیشرفت کردی و نام ترقی کردی. اگه خواسته باشی همراهت کمک کردم میتون. دکانت کلان میسازم و زندگیت بسیار خوب پیش خواد رفت. تو زن هوشیار هستی. فکر نکنم که به خاطر یک بیگانه‌ای فرصت از دست بدی جانم. گفتم که من حلش میکنم مادر جان، تو استراحت کن. نه خیر دخترم، اینجا شتا وضعیتم بدتر میشه. بهتر است که به دکان برم. خیر است، تو چند دقیقه بشین، ما آشپزخانه را جمع میکنم، باز با هم میریم. سحر؟ بله مادر. به نظر تو منتظر رفتن خانم آسیا نباشیم؟ همه چیزا فکر کرده بازم راشن گپ بزنیم.
قسم یک مادر نمیخوایم. کسی که اولاد خود یتیم بسازه او مادر نیست، او قاتل است. قاتل. خدا رو شکر که جزای خود دیده. وای دیواری لو کده. اگر نه خودمون رو از بین میبردم، به خاطر او زن به احساس حال قاتل میبودم. نمیشه، یعنی فعلا هیچ وقتش نیست. میفهمیدم که تو اون باور نمی کنی. فکر میکنی که اونا مرا نمی بخشن. این چه قسم گپ است مادر جان؟ البته که باور دارم. من تو نمیخواستم، البته که تو را میبخشن. اما خوب است تا رفتن مادر کلان منتظر باشی، چون هر قسم شده گوشاشن پر خود ساخت. آسیا مادر هرگز از اینجا نمیره. تا وقتی که مرا از اینجا روان نکنه او بر نمیگرده. مادر جان لطفاً به من اعتماد کن. مادر کلانم از اینجا میره. حالا دیگه تو هم به خود بیا. تو برو آماده شو، ما آشپزخانه رو جمع کرده از اینجا میری. درست است دختره، به خاطر ما بسیار به تکلیف شدی. تو بانش وقت ما آمدن باز جمع میکنم. بیازو کم مانده مادر جان، 2 ظرف 5 دقیقه پس میه. اینقدر زود تصمیم نگی. این قسم یک فرصت هر بار به دستت نمیاید. این پیشنهاد ما رشوت نه بلکه یک کمک از طرف دوستت. فکر کن در این دکان فقط نان فروخته میشه خانم آسیا، فهمیدی؟ دوستای من همه فروشم. از این خاطر خدا هیچ خسته نساز. اگه فکر میکنی که با پول هر چیزه بخوای خریده میتونی، پس اشتباه میکنی. پس خودت میفهمی. مگه پای ما برات گفت بعد از دیگه مربوط خودت میشه جانه. قهوه هم از طرف ما باشه. بفرما، دروازه اونجاست. اما چی گپ است؟ این زن از شما چی میخواه؟ دقیقش نشو، تو متوجه کارت باش. این زن کجا رفته؟ چند ساعت میشه که ازش خبر نیست. از چیزی که میترسم امو گپ نشه. اگه امرای چنار گپ بزنه من تبا میشم. چنار حتما در مورد قدرت برش خواد گفت. مادر جان ما دیگه میرم. خیر باشه. مادر جان جای دور نمیرم، تشویش نکن، شب پس میایم. ها تو چی میگی بچیم؟ من بچه خدا در آغوش گرفته نمیتونم. البته که میتونی مادر جان، اما این قسمی یک کمی زیادتر خوشم آمد. چی میگی بچیم؟ من هر وقت که بخوایم تو رو در آغوش گرفته میتونم. زود شو از اینجا برو، اگر نی باز در آغوشم میگیرم. درست است من دیگه رفتم. من بدون تو زندگی کردن نمیتونم قدرت. تو زندگی مستی بچه. بله مادر جان. چی گپ سروس؟ صبح وقت برآمدین و تشویشتان شدم. از برکت شما مشکلاتم زیاد شده. به دکانی که چنار کار میکنه آمدم. همراه عدیه خانم کم گپ زدم. گفتم چنار از اینجا اخراج کن، اما او قبول نکرد. بر علاوه یک عالم گپ ناقم زد. یعنی چنار با زندگی کردن همراه ما ادامه خواد داد. فهمیدی زهر؟ شما هیچ تشویش نکنید، من میفهمم که چی کنم. تو چی خواد کردی هر روز؟ فهمیدم، درست است. قدره روزا را بفهم چنار. دیگه بعد از این هرگز یک قسم یک روزه نخواد دیدی.
اجازه نمیتم که در اینجا زندگی کنی. همه چیز خوب میشه مادر جان. تو جگر خود نباش. درست است. درست است دخترم. تو هم خانه برو که دخترت تنهاست. من دیگه داخل میرم. خوب است. بعداً من برات زنگ میزنم. امیدوار نباش چنار. به امانتهای بچیم حتی دستم زده نمیتونی. و احمق بیبی، فکر میکنه با پولش همه چیز خریده میتونه. پاش لب گور اساسا سوال خودم خجالت نمیکشه. انسان اما تو چرا اینجا ایستادی ها؟ برو میزانشم که حالا دختر زود باش. درست است همه جان. چرا سر و زن قهر شده؟ سر ما چیغ میزنین. کدام زن خواهر؟ راستش بازم همون خانم پیرکی آمده بود. نه خیر جانم چیزی نیست. حتما از لوبیا خوشش نامد. جیغ زد، جنجال کرد، بعدش هم مثل باز از اینجا رفت. گفتن لوبیا؟ بله لوبیا گنده شده. دختر تو متوجه کار خود باش. ده هر کار که کارش نیست غرض میگیره. خب تو چرا اینجا آمدی؟ برات نگفتم که در خانه استراحت که؟ خواهر من باید کار کنم. اگر حوادث دیروز ازت برده نمیتونم. با سحری کار نمیکنم. برای جگر خوندیده پریشان میشه. خب درست است. پس بیا. خب دیگه بیا که با هم نان تیار کنیم. فکر ما هم دیگه خود شد. ینگه آسیا مادر آمد. خوش آمدی مادر. ابا تشویشت شدیم. خوش باشی. چرا به تشویش میشینه؟ این آمدم دیگه. خوش آمدین مادر جان. فیدان حالا با آسیا مادر یک قهوه آماده کن. حالا قهوه را بار. حالا بیا برم بگو که در فکر چی تیر میشه. روزها میشه در این فکر هستم که چنارا چه قسم از اینجا روان کنم. باور که هیچ خواب ندارم. شب تا صبح فکر کردم میرم. گپایق طولانی نساز. بگو میخوای چی بگوی؟ با وجودی که برش زیاد شلگی کردیم اما هنوزم حاضر نشد که از اینجا بره. با خود کارم پیدا کرد. خانم داره. فکر میکنه به کسی محتاج نیست و خوش زندگی میکنه. از خاطر بلند پروازی میکنه. اما وقتی که خانه نداشته باشه، پول به دست آورده نتانه، این قسم زد کده میکنه. این گپ خو هم میفهمم. امروز پیش صاحب کارش رفتم. برش گفتم که ایره اخراج کن. گفت از فایده کده بیشتر برات نقص خاطر رسان. اما اصلا راضی نشد. اون مصیبت همیشه همین قسم در زندگیش چانس داره. چی کنه؟ شما راست میگین. حال وقت اون میخواه که چنار از کار بکشه، باز ما اونا را از دکان میکشیم. این کار چطور خواهد شد ها؟ این قسم میشه مادر جان. من رفته صاحب دکان پیدا میکنم و امرش گپ میزنم. او خانم در اونجا 20 سال کار کرده. واضح است که اعتبار زیادی داره. هیچ کس به گپ موتو او را از دکان نمیکشه. زهل اینقدر زود تصمیم نگیرین مادر. با پول میشه در این دنیا هر کار انجام داد، چون مردم به خاطر پول جان میتن. شما اجازه بتین من رفته همراه صاحب دکان گپ میزنم. دزم میتونم اشتباه خدا این قسم جبران کنم. پیش شما شرمنده هستم مادر. بالاخره رای خانی تا پیدا کردی. از دیروز که رفتی پس حال میایی دختر؟ برج من گفته بودم پیش مادر میرم. برات نگفته؟ مادر دختری یک دونی کجا بودی؟ چرا شب خانه نمردی؟ خانی خالای شیر رفتم دختر و همیشه پیش آیشه خالت میرم. خوش آمدی سحر. خوش باشی. وظیفه میری؟ بله. موفق باشی. البته خواد دیدیم که موفق هستم یا نه. دیروز باز آن 5 نفر از کار اخراج کردن. خداوند کمکشان کنه. گلم با کاکایت بگو تا با مام یک کار خوب پیدا کنه. در او شرکت کلان اقدر نفر کار میکنه. هیچ کس از ما نمیپرسه که چی میکنی. مام در پشت دروازه هر کس به خاطر کار میگرده.
به هر صورت شب میبینی. با امید دیدار. چتن دوسیه را به ما بیار. درست است. خوش آمده آقا تورگوت. خسته نباشین آقایان. دوسیه آماده است آقا. هر وقت خواسته باشین دیده میتونید. درست است، میبینیمشون. مرتبا ساختین کاکا. این حالت ما ببینین به خاطر که دمت از دست نتم چی کار را قبول کردم. اگه بفهمم که من قسم یک کار میکنم باز امیال از ما جدا میشه. اوف. اما ما باید برام همراه سیبل قهوه می نوشیم. ناوقت نکنی دختر. نشنیدی گفتم ناوقت نکنی، فهمیدی؟ درست است. درست است. چی درست است؟ هر بار میگه درست است اما بازم 50 بار برات زنگ میزنم تو غیر ناوقت نی. چنار؟ تو باز گریه میکنی جانم؟ نه خیر خواهر، گریه چی؟ از خاطر پیاز اشکایم ریخت. از شب تا حال گریه کردی، حالی هم به بهانه پیاز گریه میکنی دختر جان ها. اینو به ما بته که مام کمه گریه کنم. قسم بخند، لبخندت تو میزیبه. هرچی که خواست خدا باشه. اگه خداوند بخواه به اولادت میرسی انشالله. خوشیتم حتی تمام دنیا رم که کنم آنی تو شده نمیتونم. همراه چنار باید خوب رویه کنم. اگه بفهمه که ای کار ما کردیم باز دم قابلم کدام کار خود کرد. به همگی خود گفت که قدرت بچه من نیست. باید فکر کنه ای کلش کارای آسیا مادر است. حالا دیگه زهر خدا نشان بده. ای کار تنها مربوط خوشیم نمیشه خواهر. فکر میکنم در تمام کارات دست زحل است. ببینه او احمق آسیا مادر به خاطر ما تا اینجا آورده. او زن خدا ناترس هر کاری را انجام داده میتونه. چنار خوب شد که پیدایت کردم. خسته نباشیم. ما پیش مشتری ها میرم دخترم. چنار جان چطور استی؟ از دیروز تا حال فکرم طرف تو بود. بسیار جیگرخون شدم. تمام شب خوابیده نتانستم. با مشکل شب تیر کردم. امی که صبح شد عاجل پیش تو آمدم. چطور استی؟ به نظر چطور باشم؟ چرا آسیا مادر اینجا خواستی؟ بیا مادر، براتون چای تازه آماده کردیم. مادر، میفهمم بسیار جگر خونستی، اما اگه کار چنار خواهر نباشه چی؟ اگه او بیگناه باشه چی؟ اگه کارت خلاص شده بیرون شو. بار دیگه در کارهایی که مربوطت نمیشه و عقلت نمیرسه هرگز مداخله نکن. تاجیکستان به پیش همیشه به پیش، وطنی جان به پیش همیشه به پیش، ملکی جانان به پیش همیشه به پیش. طرف ما قسم نبی، ما گناهکار نیستم چنار. آسیا مادر به ما فرصت گپ زدن نداد. براننده گفت که خانه چنار برو. میفهمی خواه سال آدرس خانه تا میفهمه. چنار با ما باور کو جانم. هر گپه که میشه مرا گناهکار فکر میکنی. اگه تو نمیگفتی او از کجا میفهمید که من اینجا میباشم؟ با تعقیبت یک نفر انداخته، حتی حق سایتام گرفته. چی؟
یعنی مرا تعقیب میکنه؟ بله. بیازه معلوم دار بود که همه قسم میشه. من بس هر چند دیر بار گفتم اجازه نده که آسیا مادر شک کنم. وقتی در مقابل ما آمده او عکس‌ها نشان داد حیران ماندم که چی کنم چنار. تا این سن رسیدم اما از خوشیم هیچ وقت سلی نخورده بودم. حال خوردم. اگر با ما باور نمی کنی از ترگوت بپرس. هر کاری که کردم، هر قدر زحمت کشیدم، اما آسیا مادر راضی ساخته نتونستم. به بیگناهی ما باور نداره. باور نداشته باشه. خدا شاهد است. او میفهمه که من بیگناه هستم. وجدان ما کاملا راحت است. هیچ کس مانع شده نمیتونه که به اولادم برسم. من هیچ وقت از اولادم منصرف شده نمیتونم. قدرت تو کجا گم هستی رفیق؟ بیخی از مرگ ما گریزان هستی. هستم بشه. چرا؟ کار هر روز از خانه و پنتون، از پنتون به خانه. خوب شد که شما رم دیدم. چی هست؟ نه که عروسی میکنی جیگر؟ نه خیر جانم، عروسی نمی کنم. فقط سالگری ما تجلیل میکنم. منتظر همگیتان هستم، مخصوصا تو قدرت جان. حالا که زیاد چالگی میکنی حتما میایی. رسما تو را دعوت کرد رفیق. بیا که یگان چیز بنوشی. نمیشه رفیق، ما باید برم. ما پدرم وعده دادم که نان و چاشت با هم یک جا میخوریم. تو برو، درست است؟ خب هرچی که تو بخوای رفیق. خداحافظ. با ما حق تلفی میکنی چنار. باور کن من هیچ اشتباهی ندارم. من همرت کمک کردم، دروازه خانه را برایت باز کردم. برات کمک کردم در پالوی اولادایت باشی. حتی وقت شد که همراه ترگوت جنگ کردم. ما به خاطر ای کارا به اندازه تو جیگر خون شده. اما باز خواد دیدی. به خاطر روان کردن آسیا مادر هر کاری که بتانم انجام میدم. دلت که باور میکنی یا نمیکنی، اما من دشمن تو نه، دوست تو هستم چنار. تو خدا جیگر خون نساز، درست است؟ همه چیز من حل میسازم. او وقت آسیا مادر از اینجا روان کردم، او وقت میفهمی که من نیت بده ندارم. خسته نباشی. قسمه که گفتم چنار، تو هیچ وقت تشویش نکن. من همه چیز حل میکنم. بزودی از اینجا گم شده خاطر رفتی. اولین بار است که میبینیم یک شوهر خانم خدا در حالت مریضی اعلام میکنه. حالا میبینیم کی سردار کی خواد بود. وقتی که دیدیمش همه چیز خواد فهمیدیم. اما خواهش میکنم قبل از شنیدن گپای جنگ نکنی. اجازه بده که اول مشکل خدا بگویم. تشویش نکن. اینقدر بی وجدان نیستم. اول زهراتش میگیرم، بعد مکمش خود کردم. آقا سردار. بله خودم هستم. بفرمایین، لطفاً بشینین. بفرمایین چی کمکتان کردم میتونم؟ ما با نمایندگی خانمتون اینجا آمدیم. نفهمیدم. واضح تر بگویم، ما وکیل خانمتون است. خانمتون میخواد از شما طلاق بگیره. بله، یک موضوع متاثر کننده است، اما ما خواستیم یک بار همراه شما گپ بزنیم. بله، به از ما به خاطر طلاق به یک وکیل ضرورت داشتیم. ای که او قبلا اقدام کرده، کار بسیار خوبی کرده. نمیفهمم خواهر. آسیا مادر پشتم نفر انداخته، همه قسم مرا پیدا کرده. توبه توبه، اینا چه قسم مردم هستن به خدا. کس را یک قسم تعقیب کردن در فکر کیمیای خواهر جانم. خسته شدم خواهر، دیگه برم صبر و تحمل نمونده. من مشکل مانع خود میشم که پیش اولادم رفته برشان بگویم که من مادرشان هستم. اگه سحر مانیم نشه یک دقیقه صبر نمیکنم.
تو خواست کلوجز با خبر هستی؟ سهر حق با جانب از دخترم. تا وقت کاسی از اینجا میره باید صبر کنی. آدرس خو گرفتی؟ آدرس اینجا نوشته است. خوب است. آفرین. کاری که گفتم انجام بده. از هر کاری که در دکان میشه من خبر بده. درست است. اشکنی کسی نبینید. مثل مشتری اونجا میری و هر چیزی که خواستی بخور. درست است؟ ایران بگی. زنده باشی. تو تشویش نکن. کدام مشکل پیش نمیشه. خوب است. حالا برو. هر چی زودتر امرایی باید معرفی شوم. راست میگم جانم، باید چتن از نزدیک میدیدی. یه ریشی پوشیده بود، بسیار مقبول معلوم میشد. خب دیگه اوام دستیار مدیره. برات قبلا هم خود گفته بودم پول انسانا رو تغییر دادن میتونه، حتی را رفتنش هم تغییر کرده بود. باورت میشه حال جذابتر معلوم میشه. به هر صورت دقتش نشو. حال خبر مهمه برات میگم. مرا به یک جای بسیار چیک دعوت کرده بود. یک سریاله که تماشا میکردیم. نام اون بچه چی بود؟ نامش سلیم بود. معشوق خدا به یک رستوران برده بود. تو چی میگی؟ جدی هستی؟ البته که جدیستم. از اونجام کدام مقبول تر بود جانم. باورت میشه در کنار ساحلم رفته بودیم. آی بسیار خوش شدم. برای تبریک میگم. خب دیگه سعیم سر تام بفته. گفتن همیشه شاید از دفتر خود یکی رو به تو پیدا کنم. آف دمت بان دیگه. حالا به جایی که اینجا بشینی برای من پر بگویی به محفل کار چتن برو. میتونی اونجا برش تبریکی بدی. یک توفه خوردم بگی که دست خالی نری. بله حق به جانب هستی. باید برم. در اونجا میبینم که کدام نفر مجرد است یا نه. خود دیگه به دوست مقبولم پیدا میکنم. اوه دمت. روز بخیر. آقا سینان کار داشتم. خودم هستم خواهر. خیریت باشه. تو صاحب دکان مقابل هستی اما تو نیست؟ دکان از پدرم است، یعنی از اجداد ما مانده، اما مسئولیت شما دارم. خیریت باشه. از اونجا زیاد خوشم آمده. قسمه که میخوایم بسیار مقبول است. به کرایه میگیرمش. درست است خواهر، اما خالی نیست، کرایه نشین داره. هدیه خواهر 20 سال است که اونجا کار میکنم. جانم به خاطر که 20 سال میشه کرایه میته دکان خونه خریده. تو اینقدر زود تصمیم نگیر. حالا به هر دوی ما 2 گلاس چای بخوای با هم 6 تا گپ میزنیم. همسرتان فقط همقدر گفته. شما میخواین چیزی اضافه کنین؟ خب بطول کل چیز براتان گفته. ببینین ما تا تمام مدت تداویش در کنارش بودم، همیشه همراهش بودم، هیچ وقت از پیشش دور نرفتم. اما حالی که فکر میکنم ما در حالت حساسش بالایش دل سوختاندیم، یعنی عشق نبوده. از این خاطر براتان ایره باید بگویم که باز کردن این قسم یک دعوا تصمیم خوبی است. شما هم هرچی که از دستتان میای انجام بدین. این گپ هم قدر برتان ساده معلوم میشه؟ خانم اسما بهتر است ما بریم. دزم وقتا قصر دارم نباید بگیریم. روزتان خوش. روز شما خوش. هر قدر کرایه که میتن ما 2 چندش میتم. 6 من پیشکی. نظرتان چیست؟ نمیفهمم به خدا. خاله هدیه همراه پدرم قرارداد کرده بود. در ضمن کرایه رام سر وقت میپردازه. حالا برش چی گفته بیرونش کنم؟ امرایش گپ بزن. اگه همه قدر کرایه پرداخت میتونه دکان از او باشه. ما سر تصمیم خود زیاد فکر کردیم. او دکانه میخوایم. خوش آمده. خوش باشه. بفرمایین چی اشتیا داره؟ یک کاسه شوربا همراه دلما بیاره. تینان خوش آمدی بچه. چی اشتیا داری ها؟
نه خیر زنده باشی خاله. چیزی نمیخوایم، آمدیم که امرایت گپ بزنم. ها خب بفرما بشین. خیرت باشه. کدام مشکل خونه است انشالله؟ خاله خلاصه براتون میگم. این ما باید قرارداد امضا کنیم، میفهمین خواه. به خاطر پدرم 20 سال میشه که با یک کرایه کم اینجا کار میکنیم. اما میفهمیم که مالیات بسیار بلند رفته و از کالگی خراب است. سر از تاریخ اول کرایه را باید 2000 بپردازیم. 6 ماه پیشکی. نظرت چیست؟ حق با جانب استی. قیمت ها بسیار بلند رفته، مالیات هم زیاد شده. درست است. در مدت یک هفته یا حداقل در روز پولتا جمع میکنم. بسیار ناوقت میشه. من قرضدار هستم. فردا در وقت قرارداد باید بپردازی. متاسف هستم اما ما مشکل دارم. خب درست است. پس فردا حلش میکنم، فهمیدی؟ اگه تا فردا پول آماده نکنیم مجبور میشم یک کرایه نشین دیگه پیدا کنم. واقعا؟ فهمیدم. فعلا به اجازه تا. چطور؟ خسته نباشی. زنده باشی. کارت بخی جوره است. با خیالم کل کارهای شرکت تو میکنی. چطور؟ به شکت است والا. بازم تبریک باشم. راستی چی کردی هم منفری تا بچه؟ بچه خوش آمدی. ما میخواستم همیالا به تو زنگ بزنم. حالا دیگه بریم. با غذا خوردن میریم. میخوای بیایی؟ نه خیر کاکا شما برین، من کم کار دارم. درست است. خسته نباشی. اشتهای خوب. خداحافظ. سلام آقا. اتاق دستیار مدیر یعنی آقا چتن کدام طرف است؟ دستیار مدیر آقا چتن؟ همکار نوتان چتن پیرازن هم میشناسین؟ درباره او گپ میزنم. ها از آقا رو با قطر گفت فهمیدم. با منزل سی بریم. تشکر. چنار ما باید برم جانم. تمام مشکلات پشت آمد خواهر. حالا می مشکل جدید. تا فردا اقدر پول از کجا پیدا خواهد کردیم؟ تو دیگه دایی باره فکر نکن خواهر. با امید خدا حلش میکنم. چی میگی خواهر؟ مشکل تو مشکل من. کاش که پول می داشتم تا همراه ده کمی کمک میکردم خواهر. خداوند عزیز راضی باشه دخترم. همین که گفتی برام رسید. به یک دو نفر قرض داده بودم. اگه اونا را گرفته بتونم پول آماده میکنم انشالله. خب دیگه من میرم دخترم. دکان به تو امانت باشه. درست. بله خانم زحل. خانواده رفته تا پول پیدا کنم. گفت سر چند نفر پیسه داره. اگه پول پیدا کنن تمامشو. حالا چی خواد کنن؟ عروس؟ بله مادر جان، کدام چیز میخواستین؟ چی کردی؟ او کارا را حل کردی؟ که مانده بود مادر جان. امروز یا فردا کار حل میشه. باز میبینیم که چنار بعد از این بدون پول اینجا مانده میتونه یا نمیتونه. میبینیم که چی میشه. مثل نمرود است. هر قدر که خوبی کنی هیچ نمیفهمم. دمت تو دیگه از کجا شدی؟ میبخشین آقا، اتاق معاون مدیر شما کجاست؟ دا دهلیز پیش برید دست چپ. بسیار تشکر. قابلش نیست.
ما حال ما چی خواد کدام؟ حق با جانب بودین خانم بتول. حقا سردارم میخواید طلاق بگیره. چیزی که با خیرتون باشه. فردا با بیاین که کارهای طلاق شروع کنیم. با امید دیدار. او آدم بیبی با طلاق گرفته راضی بود. با خدایت نمیشرمه. یک انسان چطور که میتونه به خاطر نجات دادن زندگی خود بی تفاوت باشه؟ منصرف شدن از کسی که دوستش داره قدر آسان است؟ شما وقتی که لندن برین از کسایی که دوستشون دارین منصرف میشین؟ ایگه فرق میکنه. معذرت میخوایم که تو گفتم، اما دور شدن از خانواده بسیار سخت است خانم اسما. خواهر برادرم همه چیزم هستن. البته جدا شدن از اونا سخت است، اما من نمیخوایم این چانس از دست بدم. به بهترین شکل استفاده خود کردم. حق با جانب هستین. دمت چطور؟ خیرت باشه، تو اینجا چی کار میکنی؟ آمدیم که به خاطر وظیفه جدید تبریک بگویم. خوب کردی که آمدی، اما کاش برام خبر میدادی. خواستم غافلگیرت کنم جانم. فکر کردم قسم بیشتر خوش میشی. اما ما باید هم یال زود برم. من میخواستم با هم قهوه بنوشیم جانم. در بیرون خود نوشیدیم، حالا بیا. اما ما هنوز دفترت ندیدیم جانم. چی میبینی دیگه؟ یک میز است و یک چوکی دختر. کدام چیز دیگه خو نیست؟ شاتن کجا میری؟ جیم 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 جیمی جیم 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 جیمی جیم 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 جیمی ما برنده شدم. آفرین دانیم این مدیر خالای شبرم یاد داد. میفهمم با مام او یاد داده بود. راست میگی؟ بله بیبی حتی این دستبندم او برم توفه داده بود. او وقت مام به سن تو بودم. این به یادم است. یک بار من این را پوشیده بودم با تو بسیار قهر شده بودی. مسرت میخوایم. او وقت سر دیگه چیز قهر شده بودم. با سر تو چیز زدم، اما حالا پوشیده میتونی. تشکر مادر جان. او دستبند کهنه چی است که دست تو دختر انداختی ها؟ شاید میکروب داشته باشه. شاید کهنه شده باشه، اما ای به من بسیار ارزش داره. بیا کیره به خالای شید نشان بده. درست است درست. حالا دیگه یک دانیم آماده شد. توبه، یک روزم بدون دیدن او طاقت کدر میتونه یک بهانه پیدا میکنه که پیشش بره. تشکر خواهر. نوش جانتان. کدام چیز دیگه میخواین؟ اگه دارن یک سوپ میخواین لطفاً کمی زودتر بیارین. درست است، همیاله میارمش. خواهر خوش آمدی. چی کردی؟ پول جمع کردن تونستی؟ حلش کردم، تمامش اینجاست. خدا رو هزار بار شکر. چشمای ما روشن. بگی دخترم اینه دلماری قفل کن. کنار از بین اینا یک هزاره به خاطر بورس تحصیلی جدا کور جدا بود. درست است خواهر. بله خانم زهال، اونا تانستن که پول آماده کنن. فردا برش پول میتن. مقصد چیز که آماده کردن؟ بیبی تو مطمئن هستی؟ اشتباه خو نکردی؟ در قدر وقت کم قدر پول زیاد از کجا پیدا کردن؟ ایش نمیفهمی؟ ما مطمئن هستم خانم زهال، باز چشمای خود دیدم. باید مانع پول پرداختنشون شوی. بیبی ایگه پای ما به درستی بشنو. درست از خواهر، شما هیچ تشویش نکنین. به زبانت شوم که مرا خاله عایشه میگی. بسیار خوب کردن که آمده.
پشت تو بسیار دق شده بودم. آی دختر نازم چقدر شیرین هستی. درو میخوای یک چیز برات نشان بدم مادر، از خاطر به خاطر عجله اینجا آمدیم. بیبی این دستبنده مادر کلانه با مادرم داده بود، مام که کلان شده میرم و دخترم میدم. بسیار برات میزبه، بخیر استفادهش کنی. تشکر دختره، زنده باشد. حالا استاد نشن اینجا بیاین بشینید. خیرت است عروس؟ چرا باز پیشانی تر شده؟ نه خیر مادر جان، هیچ مشکل نیست، خدا را شکر همه چیز خوب است. از من خود چیز را پت نمی کنی نه؟ تو کدام مشکلی داری؟ پیشتر همراه کی گپ می زدی؟ آها او گپ مهم نبود، به خیاط لباسای خود داده بودم، نا وقت کده از او خاطر کم قهر شدم. دمت گوش کن. ببین من هم میخوایم که مرا غلط در کنی، اما ای که تو به دفتر آمدی هیچ خوشم نامد، چون کاکایم از این کارا خوشش نمیآید. یعنی حق ندارم به دیدن نامزد خود بیام؟ بله حق با توست، حق با جانب هستی، اما کاکایم قسم کارا را خوش نداره. میفهمی ما تازه کارا شروع کردیم، یعنی به خاطر که عادت کنم یک مدت در بر میگیره. درست است؟ بیبی چترن به خاطر پد کردن نامزدی از دخترای دفتر خوی قسم نمی کنی همتا نیست؟ ای دیگه چه قسم گپ از دمت؟ در قلب من فقط نامتون نوشته شده، در قصه دیگه دخترای هیچ نیستم. خب مشکل چی است دیگه؟ بله اما درست است میایم. گوش که دختر وقتت شروع شده، در ظرف یک ساعت بیا. گفتم که تا لطیف فهمیدی؟ یادم از صبح تا حالا میشه شیشته به خیالم هیچ کار بار نداره. دقیقه خورد که دوکانه بخی خالی کرد، اما هنوزم سیر نشده به نظرم. خواهر بعد از به خدا میشنوه، بانش که بخوره نوش جانش. ویدان 5 دقیقه بعد رفته گاز خاموش کن. باز چی شده عروس؟ از صبح تا حالا هیچ آرام به نظر نمی رسی. تو خو نیست که باز کار دکان گدوت کردی؟ چطور؟ نه خیر مادر جان، او قسم چیز نمیشه، شما تشویش نکنین، همه چیز خوب است. اگه این کار کده نمیتونی پس بگو. گفتم تشویش نکنین مادر، از بلای بنام چنار نجات پیدا میکنیم. شما تشویش نکنین، راحت باشین. دمت دختر جان، برات اجازه دادم چند ساعت بگم دیر کردی. عزیز تو سر من وقت شد. بس است دیگه اما 1 ساعت میشه که سرم گپ زدم میرین. باور کنین خسته شدیم. به جایی که معذرت بخوای زبان بازی هم میکنی دختر. معذرت میخوایم دیگه، هیچ وقت این کار تکرار نمیکنم. دلتان کاملا جمع باشه. حال درست شد؟ کلان دختر شدی اما هیچ چیز نفهمیدی. خواهر ما و دمت اینجا را جمع میکنیم، حالا تو برو آماده شو. به هر حال بزرگواری کردم میبخشمت. زیاد خدا خسته نساز. آشپزخانه را قسمان فردا یک جای پاکش میکنیم. دمت داخل بیا. دختر جان این پیسه را بگی فهمیدی؟ هر وقت که خانه رفتی باز پس ببرش. متوجه باشی که یادت نره. فهمیده شد؟ گوش که مستقیم به خانه میری، کدام جای دیگه نمیری. بگی دختر متوجه باشی. فهمیدی؟
مستقیم به خانه میری، مستقیم به خانه. درست است اما دیگه کجا دارم که برم؟ او دختر احمق خدر جوان بازی نکن، گفتم که خانه برو. خب دیگه من رفتم خدا. بخیر بری خواهر جان. چرا زنگ نمیزنه یادم نیک هنوزم موفق نشده. آمدی جانم؟ آمدم. تو چرا قسم دو اتاق میگردی؟ مادرم تنها در پایین شیشته. بیازو از پیش مادرت فرار کردم ترگت. بچه نار چیز گفتن اتانه سال بنا حق سر ما قهر میشه. هر دقیقه سرم گپ میزنه، گپای حق و ناق جور میکنه. هر چیزی که بگویم قهر میشه. نه تا که چنار از اینجا روان نکنه راحت نمیشه. مارام آرام نمیمونه. خدا خودش با ما صبر بده. مجبورتیم تحمل کنیم جانم. خب چطور احساس میکنی؟ رفتنت به لندنم نزدیکتر شده میره. راستش هنوز آمادگی نگرفتیم که رفتن میتونیم یا نه. هنوزم درباره رفتن فکر میکنم. تشویش نکن جانم، در ظرف 2 روز آماده خود شد و قدر سخت نیست. اگه با کمک ضرورت داشتی به من بگو. درست از جانم؟ هر چیز توانم باشه برات انجام میدم. تشکر. او شخص خیرخواه که براتان بورسیه روان کرده میفهمین کی است؟ نه خیر، ما زیاد کنجکاو شدیم. میخوام یک بار از استاد بپرسم. به نظرم کنجکاوی خوب نیست. کمک پنهانی بهتر است. به نظرم هم ای که به طور پنهانی میخواد کمک کنه بسیار خوب است. یا زوباید همه قسم باشه، یعنی همه قسم بهتر است. به نظر تماس نیست عمر جان؟ بله بیادر. صبر، حالا من بیرون میشم. درست است، وقت نمیکنم، تشویش نکن. با اجازهتان کمی کار دارم، باید برم. شام بخیر. شام بخیر. شام بخیر. خدا کنه ای کار قبول کنه. اگه بفهمه که بورسیه را ما برش دادیم هرگز نمیره. با هر حال جانم استاد برام وعده داده بود هیچ وقت درباره ما بس ما چیز نخواد گفت. چتن صبر کو بچیم. بگوین کاکا. امروز دیگر آقا مراد پیش ما اومد. از پشتت صدا کرده اما تو هیچ سیل نکردی. چطور امکان داره کاکا شاید نشنیده باشم؟ اگر نه چرا جواب ندم؟ البته که همین قسم است، اما موضوع اصلی دیگه است. در جریان کار بدون خبر دادن رفتن بیرون کار خوبی نیست. از همگی که بیشتر تو باید با نظم باشی. بعدن باز بعضیا میگن که بیادر زاده قسم کارم میکنه. او وقت باز ما هم قهر میشم. بار دیگه متوجه باشی، درست است؟ مرا پیش دیگرها شرمنده نسازی. میبخشین کاکا، شاید قسم فکر نمیکردم. این قسم چیزا میشه. اگه در آینده تکرار نکنی کدام مشکلی نیست. درست است جانم؟ آفرین. چطور هستی بچین؟ خوب هستم. میبینم که از روز اول شوخی رو شروع کردی. آرام باش قدرت. به این وقت شب حساب من خراب نساز. من خود چیزی نگفتم، به خاطر تو میگم. با سختی یک کار پیدا کردی بیبی از دستش نتی. حالا دیگه جانم. شرکتشان بسیار یک جای کلان است، بسیار شیک است، همه چیز بسیار مقبول است. کاشیه زمینشان بسیار جلادار بود. اگه آماده هستی بیا که بریم، نا وقت شده. درست است خاله عایشه، تو برو، ما هم چند دقیقه بعد میایم. درست است، اما زیاد نا وقت نکنی. خب چی میگفتم؟ وقتی که مرا دید کمی وار خطا شد. نه خیر، به خاطر نخواستن من نبود. کاکاش نمیخواید در جای کار زندگی شخصیش دخیل باشه.
توبه بانش دیگه. هر چیزی که ترگات پای راست بگویه همون میشه. کاکایش است دیگه. باشه انشالله. بله هدیه خواهر. چنار وقت داری؟ بفرما خواهر بگو. کم کار دارم. دمت باز لودکی کده برش گفته بودم پول دیگه خانه ببر اما پول فراموش کردم. وقت خانه رسیده باز یادش آمده. میگه اگه پس برام نا وقت میشه. تو به زحمت بشی میتونی تا دکان بریم پول بگیری؟ البته خواهر میگیرمش. همیاله میرم. خداوند ازت راضی باشه. از تو هم. صبح که می آمدم پس میارمش. توبه از یاد دمت رفته که دروازه را قفل کنه. گفتم کی است؟ ببین پلیس میخوایم. کی هستی؟ اینجا چی کار داری؟ کمک پلیس! الهی تو باش چیزا دارگانی نکشمه. کمک کنید! صدایت به کسی نکشمه. اگر نمیخواهید که سیارم باش. خدا کنه خیریت باشه.
بله خانم عدیا. میبخشی آقا خلیل، مزاحم خانستم انشالله. استغفرالله. چناره به دکان روان کرده بودم، چند بار برش زنگ زدم اما جواب نمیده. خدا کنه که کدام گپ نشده باشد. اگر زحمت نمیشه یک بار تا دکان برو. هیچ زحمت نیست، البته که میرم. او پورا کجا کردی؟ بله ما ما چی کردم؟ اینجا چی گپ شده؟ خانم چنار؟ توبه توبه، چی وضعیت است؟ خانم چنار؟ خانم چنار؟ بله خانم زحل. چی کردی؟ پول گرفتی؟ او خانم کشتم خانم زحل. تو چی میگی؟ کدام خانم کشتی؟ اموزانه آیشه را میگم. چهره من دید، مجبور شدم او را بکشم خانم. تو به خدایا تو چی کردی؟ عروس؟ چی گپ شده؟ رنگت سفید پریده. نه خیر مادر جان، هیچ کدام گپ نیست. ما میخوابیدم. شب شما خوش. فرار کو عروس. یک روز بالاخره میفهمم که میخوایی چی کنی. یعنی چنار مرده؟ اگه زنده باشه، اگه فهمیده باشه که ای کار ما کردیم. آدم دیوانه، فقط پول میگرفتی میامدی. ای کارم درست کردن نتانستی. اگه دستگیر شوه حتما نام مرام برشان میگه. زحل تو چی کردی؟ زحل؟ تو هنوز نخوابیدی؟ حالا میخوابم جانم. فراموش کرده بودم که آب بیارم. آب گرفته پس میایم. چی شد از زحل؟ چرا بار خطا هستی؟ نه خیر، چیز نیست ترگت. خواهر جانم، خواهر بیچاره، خداوند تو را نگاه کرده. او تمام روز در دکان بود. معلوم میشه که متوجه کارای ما بوده. مانع او شده نتونستم، توانایی نداشتم. تو چی میگی ها؟ ما در قضیه پول پیسه نیستم. خدا را شکر که تو را چیزی نشده جانم. زیان مالی خوب است، نه زیان جانی. خانم عدیه راست میگه، خداوند شما رو نجات داده، تشویش نکنین. حالا چی کنیم؟ پولم از دست ما رفت. بگو به خاطر کی پول از دست دادیم ها؟ باز گپا میزنی. حقیقت سر جاش نیست. عامر صاحب، نام ای خانم چنار پای راز است. در گذشتم سابقه جرمی داره، تازه از زندان بیرون شده.
یعنی در این کار دخیل بوده میتونه؟ به نظرم امکان داره. بیازو سابقه جرمی هم داره. رازیه خواهر این زن سابقه جرمی داره؟ کی سابقه جرمی داره دختر؟ عایشه خواهر. یعنی که گپ حقیقت داره خواهر؟ ها پلیسا گفتن من شنیدم. سر عایشه شک دارن. بچم حداقل یک چیز خوب بگو فشارش چطوره؟ فشارشان بالاست خانم. البته چون ترسیده. آی خدا جان. خانم عدیه آمر صاحب شما را صدا داره. آمدم. خانم عدیه ها چه باش تو در برو. دوستای ما اطراف دیدن. گوش کنین. بدون خانم که همراهتان کار میکنه دیگه هیچ کس نبوده. این خانم هم سابقه جرمی داره. شما ایره میفهمیدین؟ میفهمیدم. چی شده؟ باورم نمیشه. ببینین خاله جان، مطمئن هستین این خانم دزد نیست؟ یک بار فکر کنین. تو چی میگی او بچه؟ متوجه گپای باش. توبه چرا قهر میشی اما جان؟ ما خو این سنه درست نمیشناسیم. درست میشه که آمده. دمت گفتم چپ باش. گوش که چی میگم. من سر خود شک کده میتونم اما سر و زن شک کده نمیتونم. دوست به دکان داخل شده و پولا برده. فهمیدی دیگه هیچ گپ نیست. خلاص سری خانم دیگه گپ نزنین. ناخناشو بگردن نگی. درست است. هر قسمه که شما میگین. همراه تو هم بعدن گپ میزنه. فهمیدی؟ بازم شفا باشه. این اوراق باید امضا کنین. اگر من میبودم الایت نمیدادم اما سپاسگزار عدیه باش. خیریت باش آمر صاحب. کدام مشکل است؟ منظورتان چی است؟ هلا کارتان خلاص شد برین دیگه. هلا بخی بچم که برین. تو برو با کارایت برس. هلا برین سر جایایتان. هلا برین دیگه گفتم برین. نمایش خلاص شد دیگه. هلا برین دیگه کلتون. خانم روزیه برو خستگک تا به خانهت بخو. حالا دیگه. بله خانم زحل او خانم نمرد از خوب است. امیدوار هستم درباره تو با پلیس نگفته باشه. فردا صبح امو جایی که ملاقات کرده بودیم بیا. پولم همراهت بیار. درست است؟ بچه‌شم خانم زحل. حالا که پول از دستشان رفت دکانم از دست دادن. فردا پیش مالکش رفته ای کار خلاص میکنم. تو خلاص شدی چنار. حالا میبینیم که مثل سابق با صدای بلند گپ زده میتونی یا نی؟ بیا خواهر جانم اینجا بشی. بیا. من خودم می آمدم خواهر. تو به زحمت شدی. زحمت چی دیگه دختر؟ با پایست شده نمیتونی. دمت حالا آب بیار دخترم. خواهر آمر صاحب چرا قسم برم گفت؟ نه که سرما شک کده چطور؟ نه دختر میگه دیگه از کجا شد تو با خواهر بیا بگه تو آمر قسم. این موضوع را بسته کن. نه خدا و نه من جگر خون بساز جانم. ما را از دکان بیرون میکنن اما. نه دخترم چرا بیرون کنن؟ 20 سال میشه کنجا کرای نشین هستم. فردا همراه سینم گپ میزنم. البته که برام وقت میته. با امید خداوند تا 4 روز یا 5 روز پولا آماده میکنم. اما چه قسم قدر پولا پیدا کنیم؟ یک در که بسته شوه 100 در دیگه باز میشه. دختر با مام کم آب بیاره. حالا بخیر بری جان. خداوند کارت برکت بده. تشکر. بچیم به خریداری میرفتم. کم پول برم بده. مادر از حالتم خبر دارین. هنوز ماش نگرفتیم. یک چند روز گذاره کنین دیگه. من کم پول دارم. من خریداری میکنم. درست است. یک کار بکنین. شام باز میبینیم. بخیر بری بچیم.
این حالت بچه‌مه بیبی هیچ نمیفهمه که اولتر کدام کار انجام بده. چند ماه میشه که درست ماشام نگرفته. من نمیفهمم چی خواد کردم. همیشه های قسم نمی باشه. کارش خوب خواد شد انشالله. همیشه همی گپ ماست که کار ما خوب میشه اما از قرضداری خلاص نمیشیم. دختر چرا زد میکنی؟ چرا به کاکایت نمیگی که برجمن کار بده؟ روزگار ما خوب خواد شد. من به مارکت میرم. تو کدام چیزی میخوای؟ نه خیر. فقط ازش کار میخوای؟ چرا قدر غرور میکنی؟ کاکایت کلان شرکت داره. اگه اونجا برجمن کار بده میشه تمام مشکلات ما حل شود. تو به خدایا. حالا تو هم برو دیگه. یک چند وقت بیرون نبرای. چه ناره بیچاره. خدا میفهمه حالا چقدر ترسیده باشی. اول باید پیش او برم به عیادتش. خب ما از جمله دوستایش حساب میشم. بعدن پیش صاحب دکان رفته ای کار خلاص میکنه. وقت دروازه را باز دیدم باید شک میکردم. کاش پیش از داخل شدن به دکان پلیسا را خبر میکردم. بس از دیگه دخترم حالی کار شده. خدا ناحق ملامت نکو. خدا را شکر که خودت جور هستی. تینا بیا بچه. ما میخواستم امرایت گپ بزنم. زیاد وقت ندارم خواهر. اگه پول آمده که دیگه امرایت قرارداد میکنم. بیاد و زیاد کار دارم. توی حالت دکان نمیبینی بچه؟ خبر نشدی که دیشب دکان ما دزد داده؟ تو هنوز اون پول گفته میری؟ میبخشین زیاد پول دزدی کده؟ البته دیگه بچه. او به وجاندم اون پول که به تو میدادم دزدی کده فهمیدی؟ اما به هر حال نظر یک هفته پول تمیتم. میبخشی اما من یک هفته منتظر بودم نمیتونم. من برات گفته بودم پول ضرورت دارم. سینان کمه با انصاف باش بچه. تو هم در بازار کار میکنی باید ما رو درک کنی. سرمایه بلا و اگه پولت وقت میدادم فهمیدی؟ میبخشی هدیه خواهر. تا فردا برات وقت میتم. اگه پول پرداختی خوب. اگه نپرداختی باز به یک کرایه نشین میتم. با خبر باشی. خدای من بسیار یک بلای بزرگ سرتان آمده. بسیار جگرخون شدم. اگه کرایه را پرداخت کردن نتونه ما را دکان بیرون میکنن. نمیفهمم که چی خواد کردی. خب او دزد کسی دیده؟ فکر کنم خالایش او را دیده. میگه از صبح تا دیگر در دکان مثل مشتری شیشته بود. خب منظورت چی است؟ تو سر خالایشه باور نداری؟ البته که باور ندارم. امیم در دکان اقدر پول نمیمانه. فقط نه و خالایشه میفهمیده. مشتری از کجا میفهمیده که؟ خالایشه و قسم کارا نمیکنه. تو ناحق گناه او را میگیری. من او را مشناسم. تو را از کجا مشناسی چتن؟ مسابقه جرمی داره خبر داری؟ نه خیر خبر ندارم. حتما کدام دلیل منطقی داره. من حلش میکنم. خالایشه هیچ وقت با پول کسی چشم نمیدوزه. ازش یک هفته وقت خواستم اما برام وقت نداد. مگه تا فردا پول ما آماده کنیم. ما در ظرف یک روز قدر پول چه تو آماده خود کردم. ای کار به سینان هیچ نمیزیبه. با وجود که پدرش یک آدم بسیار خوب و با شرف است اما او هیچ طرف پدر خود نرفته. عیف است به خدا. میگه قرضدار هستم. او هم به پول ضرورت داره. اگه مشکل نمیداشت قدر فشار نمی آورد. به هر حال نباید قدر زود ناامید شویم. البته یک راه حل پیدا خواهد شد. زود باشین. شما دکان جمع کنین. من همراه مردم منطقه گپ میزنم ببینم که چقدر پول جمع کرده میتونم. وقت پیدا کردیم باز خواد داده میشم. همگی در حالت سخت قرار دارن آقا خلیل. از کی پول خواسته میتونم؟ غریب فقط غریب درک کرده میتونن. فکر نکنم اونا از یک خواهر تنها مانده بتونن. هنوزم انسانیت وجود داره. هر قدر که در توانشان باشه دریغ نمیکنن و کمک میکنن. البته انشالله. خداوند ازت راضی باشه. ببین دمت لطفاً گریه نکن. بیاز خالایشه چهره دزد دیده با پلیس گفته.
پلیس هم با زودی او را دستگیر خواهد کرد. پولایتان میگیری، درست است؟ خدا میفهمه چی وقت دستگیرش میکنن. تو وقت ما چه قسم سیر خواهد کردیم چطور؟ اگه با مالک دکان پول نتی ما را از دکان بیرون میکنن. اگه او آدم شما را ببینه شاید همراهتان انصاف کنه. اگه انصاف نکنه چی؟ اینقدر سال یک روزم کرایه را به تعویق ننداختیم. اگه دکان از دست ما بره چی؟ فکر میکردم حالت ما خوب میشه اما هزی بدتر شده رفت چته. لطفاً دمت دیگه گریه نکو، بس است. ببین بیازم من نمیتونم اشکایت ببینم. چقدر تشویش میکنی؟ همه چیز خوب میشه، تشویش نکو، درست است؟ زود باش بگی اشکایت پاکو، زود باش. اینقدر پول زیاده چطور پیدا کنیم چطور؟ همه میگه از 200 قارب قرض خواد گرفتیم اما اینقدر پول کم خانه 12,000 لیره است. چطور تو خواه کار میکنی؟ یعنی میشه با ما کمک کنی؟ ما راستش اوقدر پول ندارم دمت، چون کار نو شروع کردیم. باور کو پول ندارم. جانم تمامش نمیخوایم. یعنی نمیشه معاشت از اونا پیشکی بگیری؟ خب درست است، ببینیم که چی کردم میتونم. اوف، آقا سردار چرا قنا وقت کرد؟ همینجا خب ملاقات میکردیم. امروز زیاد مریض داشت، به خاطر که وقت زیاد در بر نگیره خواست همینجا ملاقات کنم. خودش تا دفتر آمده نمیتونم ما را اینجا پیش خود خواسته. خوش آمدین آقا سردار، چطور هستی؟ سلام. وقت ندارم اول پرسی کنم. مریضای منتظر هستن، هر چه زودتر باید کار حل شود. بیازم ما قدر وقت نداریم که گپای شما را بشنویم. خانم اسما لطفاً. اینه بگی دیگه کدام چیز نیست؟ نه خیر، ما تاریخ محکمه را باز براتون میگم. درست است، تا همینجا بود. با هم بودن نتونستیم اما خدا کنه بعد از این زندگیت خوش باشی. چقدر آدم بی‌احساس احمق. کدام چیز گفتی؟ بله گفتم شما را. نه خیر، با شما چیزی نگفت. با ما گفت کارهای اوراق تمام شده یا نه، فقط همین. چنار اینجا چی گپ شده؟ به نظر تو چی شده باشه؟ من خود چیز نگفتم دیگه. دیشب به دکان دزد آمده بود. بیازو زیاد جگرخون هستیم. تو چی میخوایی؟ آی وا به خدا، زیاد پول دزدی کردن؟ کرایه 6 ماه دکان برده. آی خدای من، بسیار جگرخون شدم. بگه جانم، شاید ضرورت پیدا کنی نمیخوایم با کس دست دراز کنی. اگه میگی بس نیست باز میرم از بانک برات دیگه میکشم. تشکر، اما خود ما یک راه حل پیدا میکنیم. ای چه قسم کار است چنار؟ ما خو بیگانه نیستیم، پول ما و خودت کی کشیده؟ گفتم که ضرورت ندارم، خداوند بزرگ است، یک قسم حل خود کردیم. درست است جانم، اما بیبی اگه کدام مشکل داشتی به من خبر بده، درست است؟ حالا که کمک مرا نمیخوایی ما یک گلاس چایتانم می نوشم که یک چند روپیه براتان پیدا شود. همه برات میارم. اینه چای ما ماده شد، بفرمایید بفرمایید. ببین نریمان، تو میفهمی شب گذشته چی گپا شده؟ ابا خدا کل کوچره به فرق برداشته بود. خیرت باشه، به دکان هدیه دزد آمده بود، هر چیزی که داشت کلش برده. راستی؟ خب باز چی شد؟ هیچ نپرس خواهر جان. خانم عایشه همراه دزدا جنگ کرده اما نشان شده نتونست.
راسته چی؟ شما چی میگید؟ خلای شهر چیزی شده؟ او را چیزی نشده، تنها سرش کمی آگاه شده خواهر جان. یعنی ضرور نیست که من خطا شد. در کجا میری؟ شما خود دیدینی؟ وقت نامایشه را بشنوه سودا را به زمین انداخته و میره. خدا کنه مثل او زن گرفتار مصیبت ها شوه انشالله. ای قسم به دعا کردن هیچ خوب نیست. تو هم کمی جدی بگی و برش بگو که زیاد روی نده با او زن. میگن که کل پیسه رو او زن گرفته، گناهش به گردن خودش. چی؟ بیاز از اول او زن برای مشکوک معلوم میشه. عدس تو هر کار ساخته. کدام چیز دیگه میخوایی؟ نه خیر جانم، زنده باشی. بیاز حال ما میرم. اگر از حادثه دیشب خبر نداشتی باز چطور اینجا آمدی زهر؟ راست میگی، از دستوار خطایی یادم رفت که بگویم. امرای ترگوت گپ زدم چنار. به خاطر رفتن آسیا مادر ترگوتم زیاد کوشش میکنه، یعنی کم مانده که به اولادت برسی. به خاطر گفتن همین گپ آمده بودم. زنده باشی. اما تا وقتی که من اینجا باشم فکر نمیکنم که آسیا مادر جای بره. صبر داشته باش چنار. ای قزوت ناامید نشو جانم، شاید ترگوت او را قانع ساخته بتونه. خب دیگه جانم، من به اجازت میرم. قسمه که گفتم اگه کدام مشکل داشتی یا به کدام چیز ضرورت داشتی باز حتما برم زنگ بزن. درست است جانم؟ ای باز چی میگفت؟ خواهر وقتی میبینم کی میخوایم رم کمک کنه باز فکر میکنم ناق گناهش به گردن میگیرم. دختر شاید زن چیزی که فکر میکنی گناهگار باشه. ناق خدا جگر خون نساز. حالا ما از خود زیاد کارو بار داریم، نباید به خاطر روزه وقت خود از ضایع بسازیم. حالا ای گپ بیبی، خدا کنه همیشه در زندگیش موفق باشه. اگه آدم می بود باز خانم خدا طلاق نمیداد. بیچاره خانم بتول وقتی که اوراق طلاق امضا میکرد گریه میکرد، اما او لوده دستشام نلرزید. بسیار یک انسان پست بود. خداوند به دشمن انسان رو میقسم شور نده. چی شده؟ نگه قرضارت هستم چطور؟ یا که گپم سرت بد خورد؟ نخیر چرا سرم بد بخور اسما جان؟ پس چرا طرفم حیران مانده بودی؟ ظاهر و باطنت یکی است. ده اصل میدیدم که چه قبراحتی گپای دلت به زبانت می آوردی. گرچه با ای برخوردت مرا به مشکل مواجه میسازی، اما اسما جان های سایسه عادت خود کردم. میاد از اینجا زد میرم عمر جان. بازو وقت از شرم نجات خود پیدا کردی عمر عزیز. برعکس زیاد پشت دق خود شدم. خب دیگه اگه چایت خلاص شده بیا که بریم. درست است بریم. خوش خبری؟ اصلی؟ تو چی وقت آمدی؟ من فکر میکردم که تو صبح از پاریس حرکت میکنی. من بدون تو برم پاریس مثل جهنم بود. از این خاطر خودت زودتر به اینجا رساندم. خیرت باشه؟ نیک از دیدن من هیچ خوش نشدی. چطور خوش نشم جانم؟ خوب کردی که آمدی. ما هم پشتت زیاد دق شده بودم. خب وقتی که صبح آمدم ده طاقت نبودی. کجا رفته بودی جانم؟ بالاخره از بتول طلاق میگیرم. از این خاطر به خاطر امضا کردن اوراق رفته بودم. گفتی طلاق میگیری؟ نه که شوخی میکنی؟ نه. از یادت رفت که به خاطر کاره چقدر سرگردان شده بودی؟ اسمی که ما میخواستیم تو نشده اصلی. ما فکر میکردیم بتول امروز یا فردا خواهد مرد، اما او از قبل که دست حتما شده. یعنی به خاطر میراث گرفتن چشم دوختن دیگه. ما چقدر مشکلات دیدیم اما او رو ببین. ما نباید از تصمیم خود منصرف شویم. اگه او با مرگ خود نمرده او صورت باز باید که خود ما او را از بین ببریم. چی لوده گپ زده میری؟ مادر تو خوب هستی؟
شب گذشته به دکانتان دوست آمده بود، با شما ضرر نرساندن. من خوب هستم دخترم، تشویش نکن. خدا را شکر بخیر دیر شد. به خاطرت بسیار به تشویش شده بودم. چی شد؟ برام قصه گو، فکر کنم دوست سرطان حمله کرده بود. هیچ نپرس دخترم، میخواستم مانش شوم اما نتونستم. آه مادر جان، خدا نخواست اگر تو را چیزی میشد باز من چی میکردم؟ پول از جانت کردم مهمتر است. دخترم با او پول کرایه دکانم میدادیم. حالا ما به این فکر هستیم که چی کنیم. میترسم که هدیه خواهر به خاطرم از اینجا نکشم. خدا را شکر که خوب هستی. از همه چیز کدام این مهم است. پول خوب پیدا میشه. خداوند مهربان است. دوستای عزیز، کل ما خبر داریم که به سر خانم عدیه چی بلایی آمده. ده تا یک روز بعد به صفت انسان دوستی و همسایه هر خدمتی که از دست ما بیای انجام میتیم. عدیه خانم اول کسی را امراش کمک میکنه اخراج کنه. پلیس اول سر او شک کرده، میگن امرای دزدادز داشته. راست میگه، ما تو شنیدیم. او زن سابقه جرمی هم داره. میگن نوا زندانم برآمده. قسم نگوین دوستا، گناه یک زن بیگناه را به گردن نگیرین. من خانم عایشه را میشناسم، یک خانم با اخلاق و با ایمان است. او کسی است که حلال و حرام از هم فرق میکنه دوستا. جای کاتش نباشه دود بلند نمیشه. پلیس حتما کنم ثبوت داره. خب ما دیگه رفتم خلیل بیادر. ما هم رفتم. بالاخره رای خانه را یافتی ها؟ ناخ دویده رفتی. ارزش شداش چطور؟ اینا رو چی میکنی دختر؟ میخوای با اینا چی کنی؟ میفهمی که به دکان عدیه خواهر دزد آمده بودن. صبح میخواستن که کرایه دکانه بپردازن. با جایی که اطلاع اینجا باشه برشان قرض میدم که به دردشان بخیر این کارو نمیکنی. شاید عایشه ای بار در فکر پول تو افتیدم تو نیست. از پول دکان سیر نشده که حال بازی برات تو هم چشم دختر. اعصاب مرا خراب نکاله پتی برام. تو چه رقم گپ میزنی مادر؟ به خالش چطور دوست گفتم میتونی؟ متوجه گپای دستی که چی گفتم میری؟ سحر چشمایت باز کو. عایشه تو را بازی میته. تمام مال دکان دزدی کرده کل منطقه برش حیران است. تو هنوزم متوجه نیست. هیچ وقت بارزگاه هیچ وقت در مورد خالایشه اتو گپ نزنی. دختر رو به ما بده. میخوای زیورات کجا ببری؟ زود برام بده. گفتم به ما بده. نه خیر این کاملا دیوانه شده. اما من خوب میفهمم که امرای چی کنم. حالا برات نشان میدم گستاخی در مقابل من یعنی چی. بله ارجمند. خسته نباشین. زنده باشی خواهر، خوش آمدی. خب کار دکانه چطور کردی؟ کرایه نشین کرایه را برات داد؟ تا فردا برش وقت دادیم ببینم که چی میشه. ایام پول پیشکی تو ضرور نیست تا فردا منتظر باشی. یعنی ای کار همینجا خلاص کن. گفتن پول او زن دوستی کده. آیا این حقیقت داره؟ راست است، چون پلیس های رسابی ساخته. چنار نان خشک خلاص شده، بران وی برو. حالا خواهر زود گرفته نان بیا. چی وقت خلاص شد خواهر جان؟ سبد نان خوب پر بود. اونا سر شده دیگه. عزیزم من آن تازه میخوایم. بیا زوبا شبم نیاز داریم. حالا خواهر کن برو دیگه. حالا ایره به ما بده. پس درست است. با شما سخن شده اینجا کدام نان مان نیست. حالا از اینجا خواری تا را گم کنین. حالا بارو دیگه اینجا نیایین. زنای لوده و احمق بردان اجازه نمیته بالا یک زن مسئول تومت دسته کنین. زیاد گفتی حالا از اینجا گم شوین. با خدا اینا چه قسم انسان ها هستن. دکان ما در خطر است اما اینا هنوز پشت مردم گپ میزنن. اون وقت بالای یک زن معصوم تومت بسته میکنین وجدانتون ناراحت نمیشه؟ اینا چه قسم آدم هستن؟
خسته نباشین. راستش من با کم پول ضرورت داشتم، یعنی ما پول پیشکی میخوایم 2000 لیره. درست است، اما اول باید یک بار با قطرگوت گپ بزنم. همین که امروشان گپ زدم خبر میدم. خب درست است، زنده باشین. بازم خسته نباشین. ماما تو شنیدم میگن که سابقه جرمی دارد، اگر چی بوده میتونه زندانی میشه. نمیفهمم باز اذیت شد تو اجازه میده که خانم و دوست همراهش کار کنه. بیبی هنوزم کار میکنه و هیچ شرم و حیام نداره. بفرمایید خواهر، خوش آمده. نه میخوایم اینجا ریلا بدم خواهر. چی؟ با خاطر چی؟ تمام منطقه سرم گپ میزنن، کلگی فکر میکنن که ما پول دزدی کردیم. ما برای زیاد ضرر رسوندیم، دیگه نمیخوایم اینجا کار کنم خواهر جان. تو چی میگی؟ آفرین، بسیار خوب فکر کردی خواهر، آفرین. کارتم مانده، برو که دیگران پشت باز گپ بزنن. برو از اینجا فرار کن که بغیر فرار کن. پس من چی کنم؟ تو بگو. وقتی که تمام دنیا پشتم گپ بزنن من چی کنم؟ پس باید باشی و مثل چنار باید استاد شوی، فهمیدی؟ خداوند همراه مظلوم ها از خواهرکم. البته یک روز حقیقت به همگی معلوم خواهد شد. بدن باز کل اونا پیش تو سرخم خواد کردن خواهر گلم. باید صبر کنی و منتظر باشی، نباید زود تسلیم شدی. کلینا تیر شدنی از جهان، فهمیدی؟ خداوند حتما یک روز حقیقت معلوم خواهد ساخت. باز وقت همگی از کارشان پشیمان خود شده. حالا دیگه بله؟ چی شد چتن؟ پول آماده که دستانستی؟ آماده است جانم، آماده است. درست است، باز میبینیم. درست است. خداحافظ. آی پدر، چی وقت از اینجا میریم؟ نه شبا مسابقه من وقت شوه. درست است بچیم، همین کارها رو خلاص کنم باز میریم. کارتون خلاص شد میبراین آقا؟ بله، چند لحظه بعد از دفتر میبرایم. خیریت باشه. کدام چیزی شده؟ بیادرزاده تون باز پیشکی میخواست. چی کنم؟ بهتون برشون چقدر میخواه؟ 2000 لیره. نه خیر. بگو پول نیست. دزم بگو در یک ماه قدر پیشکی داده نمیتونیم. از طرف دیگه از معاشش که زیادتر هم گرفته نمیتونیم. درست است آقا. چی شد؟ کاکایم چی گفت؟ متاسفانه اونا اجازه ندادن. اول خواست مقدار معاشتون زیادتر است، دومی که در یک ماه دوبار پیشکی دادن نمیتونیم. معذرت میخوایم. حالا من چی خواد کردم؟ بعد میتم گفتم که پول آماده است. آه چتن تو چی خواد کردی ها؟ چی خواد؟ بفرمایید آقا خالی. نمیخواستم زنگ بزنم اما هیچ مانع خود شده نتونستم. خانم مدیه
حالی که نگویم نمیشه. حداقل باید با خبر شویم. خیرت باشه انشالله. بگوین مشنوم بگوین. خب براتون گفته بودم که با دوستایم گپ میزنم پول دکانتون آماده میسازم، اما بدبختانه که هیچ دوستای ما با دادن پول آماده نشدن. دزم در مورد خانم چنارا گپای تا بالا شدن. نمیفهمم چرا تو کارا را میکنن اینا. علا و بلا را در گردن خانم چنارا انداختن. فهمیدم آقا خلیل. پس وضعیت از این قرار است. از شما یک خواهش داشتم. کل مردم را جمع کرده اینجا بیاریم. میخوایم همراهشان در این باره گپ بزنم. درست است. جناب من این وضعیت را هیچ خوش ندارم خواهر. حالا کمی بیرون برو. این طرف و طرف کمی قدم بزن تا که فکر دیگر نشده نیایی. ای تو خونه میشم. این قسم حالت هیچ طرح خوب نمیگه جانه. اما خواهر اما ماما ندارم. برد گفتم که برو. حالا دیگه جانه. خیرت باشه عروس. بسیار خوش معلوم میشی ماشاءالله. شما باید خوش باشین مادر جان، چون شب گذشته به دکان هدیه دزد آمده بود. کل پولایش گرفته رفته. یعنی گپ مهمی است که اونا به پول موندن. سینان فردا اونا را از دکان میکشه. باز خواد دیدیم. توبه توبه. ای چطور امکان داره ها؟ نشده ای کار دزدی تو دست داشته باشی عروس؟ چرا ای قسم میگین مادر جان؟ ای قدرام نه دیگه. به هر صورت هر قسمه که شده دیگه ما باید متوجه خود باشیم. امیدوارستم که همین قسم شده باشه. نمیشه دخترم. نمیتونم زیورات را که به سختی به دست آوردی ازت بگیرم. لطفا خواهر ایره قبول کن. اجازه بده کمکت کنم. گفتم که نمیشه دخترم. شلگی نکن. حالا اینا رو بگی. من هنوز زنده هستم. نمیگیرم. این حاله به دردت میخوره. لطفا خواهش میکنم ایره قبول کن. زنده باشی دخترم. خداوند ازت راضی باشه. در زودترین فرصت پس برات میاد. عجله ندارم. مادرم برات گفته که کجا میره. به تشویشش شدم. اگه با گفتم میکنی تنها بانش. کمی طرف و طرف بگرده که فکرش دیگه شود دختر. اگه این مردم به کارشان ادامه بدن باز مادرم تحمل کردن نمیتونه. چی خواد کردیم حالا چطور مانی این مردم شویم؟ صبر میکنیم دخترم. حتی چشمای خودم پایین نمیکنیم. با او به وجدانهای قزود تسلیم نمیشیم. تو تشویش نکن. با زور خدا انشالله این مشکلم حل میشه. خیرت باشه خواهر. ما را چرا اینجا خواستی؟ کدام مشکل براتان پیش آمده؟ بفرمایین اینجا بشینین. دمت به همگی چای بیار دخترم. بعدن باز نگوین که خانم هدیه تا پیش دکان خود ما را خواست و حتی گیلاس چایان به ما نداد. شما چی میگین؟ لطفاً تو نگوین خواهر. ما را شرمنده میکنین. چطور؟ یعنی تو نخود گفتین؟ پشت ما گپ نخود زدین ها؟ هدیه او ترست نخود گفتین؟ توبه چرا قسم میگی خانم هدیه؟ تا امروز بعدی ما به کس رسیدن؟ توبه ما خود فکر میکردم که شما غیبت کردن خوش داره. پشت مردم گپ زدن و سخنچینی کردن با گردن گرفتن گناه یک زن معصوم کار شما نبوده. اما تو نیست؟ پس معلوم میشه که ما اشتباه کردیم که شما رو اینجا خواستیم. یعنی چی که نمیتر؟ فقط که ما کدام خیرات میخواییم. یق ماست، حق ما. باید پول ازش بگیره. بیادر ما خبرش گفتم اما گفتم گوش نکرد. اگه به خوبی نمیفهم شما ما زور کار بگیریم. گپا فهمیدین؟ فهمیدم بیادر. حالا بگیره. تا حال تو شیر پیدا نشده که از اصل نترسه.
حالا بریم دیگه. وای چته؟ خوش آمدی لالا جان. اوکان چطور هستی؟ کجا هستی رفیق؟ هیچ معلوم نمیشید. بفرما بشی لالا جان. میخوای یک جا با هم قهوه بنوشیم؟ قهوه را بعداً می نوشیم. میخواستم یک چیز مهمه برات بگویم. خویانه با دیدن من آمدی؟ گپ دیگه جای نبر بیادر. تو حق با جنب هستی اما ما بازم دمو وضعیت قرار دارم. خوب است شوخی کردم لالا. خیرت باشه. به نظر مشکل جدی است لالا. یا من فکر میکنم؟ اما ترس بکنم ترس. ما با کم پول ضرورت دارم. یعنی با 2000 لیره ضرورت دارم. کل درد تمی بود رفیق. من خب فکر کردم کدام گپ دیگه باشه. ببینی بار دوم است. پولت سر ما قرض است. در زودترین فرصت میپردازم. کدام چیز دیگه فکر نکنی. امید که وضعیت ما درک کرده باشی. این گپا دیگه کجا شد؟ استغفر الله. هر وقت که پیدا کردی باز میتونی بدی. تشکر بسیار زیاد. گوش کن. اگه کاربارت خوب پیش نمیره باز میتونی امر ما کار کنی. خودت خو میفهمی به مثل تو ما اینجا بسیار زیاد کارمند داریم. لازم تا وقت که امر باشی برات بسیار کمک خود کردم چاتن. دخترم ای که ما را اینجا خواستی حتما سر چیزی قهر هستی جانم. خدایا شکر از بینتان یک هوشیار خوب پیدا شد تا درد مرا درک کنه. شنیدیم که در این اواخر چی کنیم، چطور کنیم، غیبت کیره کنیم، سرکی تهمت بسته کنیم. درباره از شب و روز فکر میکردیم. بدنم سرایشه ما چشمتان را دخته نموته نیست؟ چرا؟ چون آیشه زنی است که سابقه جرمی داره. همونطور نیست؟ ما خناق گپ نزدیم. هر چه باشه سابقه جرمی داره. در جای که آتش نباشه دود نمیبرایه. حتی پولیس هم میگه که آیشه دزدی کرده. خودت گپای پولیس نشنیدی؟ پس تو کس؟ حالا برام بگوین کدامتان شایدی هستین که آیشه به مال شما دزدرازی کرده باشه ها؟ کدامتان شایدی هستین که آیشه از پشتتان غیبت کرده باشه؟ بگوین نه؟ ایتو سر تپشم خم نکن. گپ مفهمیدی؟ ایتو یک زن بیگناه را چطور مجرم گفتم میتونین لودا؟ چشمایتان ندیده و گوشایتان هم نشنیده. حالا از من یک گپ دیگر را میپرسم. کدامتان دیدین که آیشه دکان مرا دزدی کرده باشه؟ بگوین. ها؟ پس در این صورت در کاری که شاهد نبودین چطور میتونین تو یک تصمیم بگیرین او مردم؟ ها؟ وقتی که تهمت بسته میکردین هیچ نترسیدین؟ هیچ فکر نکردین که قلب او بیچاره چطور مشکنه؟ قلب او که شکستاندین. شاید دو قلب خداوند زیاد دوست داشته باشه. ها؟ فکرشان نکرده بودین نه؟ فکرشان نکرده بودین؟ اگه ایره میفهمیدین باز تو یک کاره هیچ وقت نمیکردین. خب دیگه حالا هر کس به خانه خود برای او بار دیگه قصه فکر نکنه. قلب من خب بسیار راحت است و وجدان من بسیار راحت است. و قدر راحت هستم که از هیچ کسی ترس ندارم. حتی به اندازه سر سوزنم سرایشه شک ندارم. یعنی او قدر به او اندازه که ملک خدا خونه و کاشانه خدا بدون سعی کردن تسلیمش میکنه. ها بوجدی همه اگه هنوز هم در دلتان کدام شک داشته باشین باز همراه من داده گرفته خدا قطع کنین و بس. حتی بار دیگه از پیشوی دکان ما دیر نشین.
من گفتنی خدا گفتم. از این به بعدش شما خودتان میفهمید. ما رفت. خودت از قلبای مردم آگاه هستی، مهربان هستی. از تمام بدی‌ها و فریبکارا، تهمتا، از حق تلفی، از ظالما به شما پناه میبرم پروردگارا. بدون تو کسی دیگر ندارم. تو کمک کننده همگی هستی. لطفا دعای مرا قبول کن. به خاطر بزباد رساندن بیگناهیم یک راه نشان بده یا پروردگارا. همیشه سرم رحم کو، کمکم کو. به کسایی که درد دارن شفا بده و به کسایی که مثل من مشکل دارن یاری کو. میخوایم از این تهمتا نجات پیدا کنم، تو کمکم کو. او خودش هست. کسی که پول دزدی کرده بود. نمیتونی. تو خوب هستی بیادر. تو چرا متوجه نیستی؟ فکرت کجا بود؟ خیرت باشه. بلاکو گفتم پس یو دیگه. استاد باش بیادر. کجا میری؟ دوزت محکم بگیرش. فرار نکو. استاد باش. احمق. به خاطر تو همگی مرا دوست فکر میکنن. هر کس فکر میکنن که پول ما دزدی کردیم. هر قدر که فرار میکنی بکن. تا وقتی که تو رو پیدا نکنم از اینجا نمیرم. هر قدر که میخوای فرار کنی فرار کن. به اون منطقه یک جای میریم. به همگی را میگم که من بیگناستم. بدون تو از اینجا نمیرم. بار دیگه نمیخوایم که مجرم شمرده شوم. به خاطر کاری که نکرده بودم 20 سال در زندان بودم. این بار قسم نمیشه. بله از خدا نشان بده. بیرون بیا و همراهیم گپ بزن. اگه از پیش ما فرار کنی از وجدانت نمیتونی. موضوع خودت کجا پت میکنی ها؟ این دنیا همه از خواهر. ما در این مقصر نیستم. ما ازت معذرت میخوایم. اگه با دشمنت مقابله کرده نمیتونی با سرت خم کرده مجبور هستی که مشکلاتت تحمل کنی.
لیازتا میکنم پدر برای چانس میتونم. بس بیا نشان بده. آماده هستی؟ پدر تو فاول میزنی. یک قسم نمیشه. فاول هم از تو یاد گرفتی. حالا بیا. نمیتونی مرا ببری. پدر تو میخوایی مرا ببری؟ البته که میخوایم. اما هیچ وقتی فکرشم نکنی. هیچ وقت مرا برده نمیتونی و یاد داشته باشی. دیگه پدر ترگوت خود زیاد بازی نکنین که عرق میکنین. بدون عرق کردن کی بازی میشه. حالا بیا. فکر کردی برات اجازه میتم که خانه مرا تباه بسازی چنار؟ هیچ خوشی مرا از ما گرفته نمیتونی. ناغ زحمت کشیدی، خدا پیش مردم رسوا کردی. بیا. مادر کلان بیا نواسیت ببینی که در میدان چه قسم برنده میشه. ایام به خاطر تو. دیده که چه قسم بردم؟ بیا اینجا، بیا جبرانش میکنم. خوش آمدین. با جانان میگم که برای شما یه قهوه آماده کنم. جانان، بیدان، با آسیا مادرم یه قهوه بیارین. امیال آماده میکنم ینگه. نام خدا بچه و پدر چقدر مقبول بازی میکنن. چطور شد هروز؟ تا حال خبر نرسیده چطور؟ حالا میرسه مادر جان. چند لحظه بعد خبرهای خوش خاطر رسید. باز میبینیم وقتی که از دکان بیرون انداخته شون او عدیه چطور از چنان مواظبت میکنه. یعنی آسان خو نیست که مسئولیتی یک کس را بگیره. وقتی که چنار بیچاره و بی پول بانه باز پشت راه خود خاطره. بار دیگه دور خانه ما آمده آرامش ما را از بین نخواد برد. خواهد دیدیم خدا کنه. بعد هیچ شرم نداره. فهمیدم که از بندش نمیترسی. از خدا خوب بترس. درست است همه. زیاد طولانیش نسازین. به کلشان گپای خدا خوب گفتین. باور کنین حتی اگه دکانم نجات بتین باز آمدی به بعد کس داخل نخواد آمد. یعنی از برکتتان مشتریای خودم از دست دادین. اگه نمیاین بار که نیاین. کلا کارو بارشون غیبت کردن. با کسایی که غیبت کنن تهمت بسته کنن نمیخوایم کدام کارو بار داشته باشه. دخترم تو بشی دمت میگیره. با جایی که زبانش کار کنه باید کم دستش هم کار کنه. آزی به بعد هر کسی که بایش مشکل داشته اول امرای من مخابل شدم. یک بار دگم که تو تهمت بسته کنن باز خوب میفهم که امرایشان چی کنم. با مادرت زنگ بزن که بیایم. اگر دی دروازه دنواری تیر نشه باز امرای او هم گپ خود زدم. فهمیدی؟ بله دخترم. مادر کجاستی؟ بیرون هستم. صدا چرا قسم میه؟ کدام مشکل پیش آمده مادر؟ مادر مشنوم دخترم. مادر چرا گریه میکنی؟ چی شده لطفاً برام بگو. او آدم از سرک پیدا کردم اما از پیشم فرار کرد. کی را میخواستی دستگیر کنی؟ کسی که پول دزدی کرده بود. باز من ناکام شدم سر. بیگناهی ما به اثبات رساندن نمیتونم. مادر فعلا کجاستی؟ برام نشانی ده بگو که زود بیایم از اونجا جایی نری. چی شده؟ باش مام دست کولو خدا گرفته زود میایم. حالا درست است. اما کجا میری؟ پیش خالایشت میرم. متوجه دکان باشی. بیا که بریم. برین که شعله یخ نکنه.
دکان از دست ما میره اما شما هنوزم پشت عایشه میدوین. نمیفهمم چتن چطور کرد. گفت که پول آماده است اما هنوزم ازش خبری نیست. تو چقدر فکر کردی لالا؟ معلومه معاشت برات کفایت نمیکنه. بیا امروز ما یک جای کار کو. بیبی برات چی میگم؟ معاشره که اونجا میگیری امروز ده اینجا 10 هفته پیدا میکنی. بیا. چطور کردی؟ کل پول ازش گرفتیم بیادر. کدام مشکل خو پیدا نشد؟ فقط سلامت بس بود رئیس. آفرین. حالا رفته میتونی. خب چطور شد رفیق؟ امروز ما کار میکنی؟ تشکر میکنم بیادر، زنده باشی. خداوند ازت راضی باشه. در زودترین فرصت پولت برات میپردازم. تو تشویش نکن، درست است؟ نوش جانتان دیوان. در غم پول من نباش. هر وقت که داشتی برام بده. تشکر، زنده باشی. چطور؟ اگر تصمیمت تغییر دادی باز حتما بیایی. والا بسیار باشد خلیل بیادر. در حق خانم عایشه حق تلافی کردیم. اصلی گپ نفهمیده. ناگناه را به گردن گرفتم. والا راست میگی. ناحق گناه زنه به گردن گرفتن. خوب از خلیل بیادر، یک بدی انجام دادیم دیگه. اگه اجازت باشه باز اشتباه خود جبران خواد کردیم. بله بیادر، راست میگی. خودت برای ما چی توصیه داری؟ یعنی ما چی کار باید کنیم خلیل جان؟ راستش ما چی بگویم فایز بیادر؟ وضعیت خو میفهمین. اگه امروز پیسه را پیدا کردن نتونن باز خانم هدیر از دکان خود کشیده. تو چطور امکان داره؟ البته که حلش میکنیم. کل ما یک جا پیداش میکنیم. البته هم یال پیدا میکنیم. خب بیادر، با گپ زدن چیز حل نمیشه. زود باشین جیبایتون بخورین. زود باشین حالا جیبایتون بخورین. زنده باشین. تو خوب هستی؟ آی خواهرک من، و آدم کم بود ترا بکشه باز رفته و را تعقیب کردی ها. برش بسیار نزدیک شده بودم خواهر. هنوز میگه برش بسیار نزدیک شده بودم. این چه قسم یک کار است که تو میکنی چنار؟ اما خواهر جان کار اما ما نداره خواهرک. از جانت کده خو مهمتر نیست. من یک دکان دیگه پیدا خود کردم اما مثل تو یک دوست پیدا کردن نمیتونم. حتی اگر کل جایم با پولم پیدا نمیتونم. خداوند رحم کده مادر. اگر تو را چیزی میشد چی؟ اگر درباره خود فکر نمیکنی درباره من خود فکر کن. اگر تو را چیزی میشد من چی میکردم؟ قهر نکو جانم، خفه نشو، لطفا مرا درک کن. نخواستم بار دیگه با گناهی که انجام نداده مرتکب جزا شوم. هم میخواستم پول دکان ازش بگیرم، هم میخواستم بیگناهی خود به از باد برسانم، اما نشد دیگه، از پیش فرار کرد. مادر، تو مجبور نیستی که به کس خود ثابت بسازی. ما به تو باور داریم. لازم خداوند شاهد است که تو بیگناهی. شاهدی اونا هم به تو هم به من بس. دختر بیا دیگه، بس هست. بیا همراه پدر خود بازی میکنی ها؟ باش ایره اینجا بانم که عرقت خوش کنه خود را. یک دقیقه دختر، تو چی میکنی؟ ها ایم از شما آقا. درست فیدان خودم میکنم، زنده باشی. خب قدرت او جان پاک از گردن دور نکو بچه. مادر کمان جان تشویش نکو، دورش نمیکنم، فقط عرقای ما خشک میکنم. راستی یک سوال پدر، در خورده شما مادر کلانم تو را مامت دوست داشت؟ بچه میخو چیزی نیست، به خاطر ما چی کارهایی که میکرد. ماما تو فکر میکرد. بی چقدر مقبول شدی مادر کلان. بیا دیگه که یک پچی کنم تا بیا. آی به وضعیتت مرا نبوز بچه. چقدر دیوانه. چقدر مزه داد. سینان، به خاطر دادن خبر خوش برم زنگ زدی؟ خلاص شد، یعنی دکانت
متاسفانه خواهر، هنوز نه. همسایه هم دست شدن و خاطر هدیه خواهر پول جمع میکنن. همیال برام احوال دادن. بیاز فقط یک روز مهلت داده بودم. اگه پول برام آماده کنن باز من هیچ کار کردن نمیتونم. یگمی کم مانده بود. اینا هیچ دست نمیکشن ها؟ به هر قیمتی که میشه ما دکانم میخوایم. فهمیدی گپ من؟ شنیدی چی گفتم؟ اما خواهر من خوب برات گفتم اگه اونا پولا بیارن باز منتظر باش، من اونجا میایم. برات یک پیشنهاد دارم. تو بسیار زیاد خوشبخت هستی خانم چنار، اما نام مام زحل است. شکست قبول ندارم. چتن ها چی کردی؟ تونستی که پول پیدا کنی؟ راستش ما فقط تونستم 2000 لیره پیدا کنم. او قدر زیاد نیست اما میتونه کمه به دردت بخوره. چی کنیم دیگه؟ از هیچ کده خوب است. بازم بسیار تشکر. خب اگه کم وقت خبر میشدم بازت من میتونستم زیادتر آماده کنم. چرا با کاکایت نمیگی که برات پول بده؟ چطور میتونم از کاکایم پول بگیرم؟ چی میگی تمت؟ بیازم میفهمی که چند روز میشه ما کارم شروع کردیم. اگه از کاکایم پول میگرفتم باز شاید فکر میکردن که هنوز کار شروع نکرده، چشم به پول دوخته. به نظرم زیاد دقیق هستی، اما این بار به کارت غرض ندارم. اگه دیگه ما پول ضرورت داشتی با یک شکل نه با یک شکل پیدا میکنم. لازم نیست جانم، دیگه شه خود همیم حل میکنه. بسیار تشکر. کاری که از دست ما میامد انجام دادیم. اسما از حد خود گذشته. به هر بهانه میخواد پیش عمر بره، عمر اعلان نمیکنه. به هر صورت کم مانده، به زودی از شرط نجات پیدا میکنم. اوه خوش آمدین. بالاخره های دفتر پیدا کرده تانستین. همین که برآمدین باز دیگه تا شام شما را کسی نمیبینه. همیال کارم خلاص شد. خب قصه کنین امروز رابطه کی نجات دادین؟ متاسفانه ای بار موفق نشدیم. حقا سردار و بطول خانم طلاق میگیرن. به نظر ممی به خوبیشان است. ما زیاد کوشش کردیم که از هم جدا نشن، اما شاید تمی به خیرشان باشه. اپک جان بیبی سال است که هر دوی ما به خاطر به دست آوردن او میراث کوشش میکنیم. هر دوی ما چقدر فداکاری از خود نشان دادیم. تو با خانمی که دوستش نداشتی عروسی کردی و مام اجازه دادم که معشوق امرای کسی دیگه عروسی کنه. حالا که به هدف خود نزدیک شدیم نمیخوایم که دست بکشم. امکان نداره اصلی، ما قاتل نیستیم. به خاطر چند لیره نمیخوایم زندگی خود در خطر بندازم. چی؟ چند لیره چی؟ او زن به اندازه کل دنیا پول داره. هیچی لازم نیست که تا وقت مرگم ما کار کنیم. دسم از کجا میفهمن که ما او را از بین بردیم ها؟ وقتی که برش زهر داریم بس همگی فکر خود کرد که به اجل خود مرده. یک قسم ما از رفتن به زندان نجات پیدا گپای ناق زیاد شد، بس است دیگه. کمی از عقلت استفاده کن. اگه پول بطول نگیریم به این معنی است که تباه شدیم. وقتی که میدانیم تمام عمر راحت باشیم باز چرا میخوای گیرنج قبول کنی؟ گفتم که نمیتونم، من قاتل نیستم. درست است، فهمیدم. پس دیگه مرام فراموش کن. چون آدم که کار خود تمام اعلام میکنه من با او هیچ کار ندارم. Aslı. Geçer sanmıştım, aylar geçti, unutmadım seni. Gözyaşların hiç değmesin kurumuş toprağıma. Seni üzmek en son şeydir şu kısa hayatımda. Gözlerindeki o tebessümü görmek için